اگر دنیا به کس پاینده می بود محمد تا به این دم زنده می بود. اگر دنیا به کس می کرد وفایی نمی کرد از آن حضرت جدایی. بهار آمد نیامد بوی مادر، شدم پزمان چشم و روی مادر. نمی ارزد هزاران نوده گل با یک تاری سفیدی موی مادر. روز می شود که عمر من و شما هم به پایان می رسد. خود را در اون بستری که حالت محتضر است، حالت جاندهی است، خود را به پشت می بینی. فقط ملک الموت در چشمهای تو نمایان است و تمام. می بینی که عزرائیل در تار سرت ایستاده است، برای قبض روح تو آمده است، برای جان تو را گرفتن آمده است. فراموش نکن برادر، هر نوعی که زندگی میکنی فراموش نکن که روز این زندگی به پایان میرسه. فراموش نکن که حتما روز از دنیا میروی. مرگ خود را یاد آر و گریه بسیار کن، میروی روز به خاک و توشه تیار کن. ناگاه بود از این جهانت ببرند، از حلقه جمع دوستانت ببرند. غافل منشین زمان زمانت ببرند، گر تو نروی کشان کشانت ببرند. ببندند دست و پایت را، پوشانند چشمهایت را. این مزرع عمر از نشاط آمده پاک، دهقان اجل نکیش جز تخم هلاک. چون دانه گندم همه باسد دل چاک، از خاک برآمدند و رفتند به خاک. کجا شد سروری اولاد آدم، کجا شد احمدی محمود خاتم، کجا شد عامه معراج افلاک، با یثرب رفت زیر پرده خاک. اگر دنیا به کس پاینده می بود محمد تا به این دم زنده می بود. اگر دنیا به کس می کرد وفایی نمی کرد از آن حضرت جدایی. زنم فریاد و گویم تا قیامت، کجایی یا محمد یا محمد صلی الله علیه و سلم. این همون دنیا هست برادر ناز. مغرور دنیا نشویم، در فریب دنیا نخوریم. ما و شما بنده رمضان نیستیم، ما بنده الله رب العالمین هستیم. نشوه که بعد از رفتن ماه رمضان راه مسجد فراموش کنیم. نشوه که بعد از رفتن رمضان دما نماز قضا کردن سر شود. نشوه که بعد از رفتن رمضان، بعد از اینکه خداوند ما را پاکیزه از گناه کرد، دوباره خود را آلوده و بدبخت رسوا بگردانیم. برادران عزیز و بزرگوار، این تعلیمات پیغمبر بزرگوار برای ما باید یک درس بزرگی باشه. زندگی بکن، هر نوع میخواهی زندگی بکن، اما فراموش نکن که روز زندگی تو به پایان میرسه. زندگی تو ادا میشه و تمام میشه. این دنیا را پسی سرگ میکنی، ترک میکنی، به سوی لقای پروردگار، به سوی دیدار پروردگار، به سوی محضر رب العالمین برای جواب گفتن حتما بازگشت میکنی. و پیغمبر بزرگوار گفتن، حضرت جبرئیل علیه السلام فرمودن و عمل ما و احبب من شئت فانک مفارقه. هر شخصیت را، هر کسی را میخواهی دوست بدار، اما فراموش نکن که آخر از دوست جدا میشوی. برادری عزیز و بزرگوار، آخر این زندگانی جدا شدن است. آخر از پدر جدا میشوی، از مادر جدا میشوی، زنت بیوه میمانه، فرزندت یتیم میشوه. پدر و مادر در ماتم و در داغ می نشینند. آخر از این دوست ها جدا میشه. امروز جداگی نکو برادری بزرگوار. امروز با برادر و اکا و دادرت قهری نبیست. این لحظه اندک دنیا کرایه نداره که امروز جداگی کنی، امروز قهری بیستی، امروز به هم دیگر دشمن شوی و بدبینی کنی. آخر جدا میشوی، آخر حتما تو را جدا میکنند. به همین خاطر امروز دوست بدار، امروز به قدر برس، پدر و مادر را احترام کن، دعاش بگیر. روز میروند والله قامتت میشکنه، خانت به نور میشه و تاریک میشه و زندگی خیلی حیات دیگرگون تغییر میابه، به سرپوشه میمانی. باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی، ترکیمیتم مرضیه بگر بیا به نزد پروردگار تا خداوند است راضی هست تو را از خودش راضی میگردانه.
چقدر به حرمت و به عزت می روی. با ملائک روح پاکش جانب رحمان برفت، جمله گریانیم و او خندان برفت. اما اگر عملی بد کردی وای به حالت. و من اساء فعلیها، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. عملی خوب کردی والله قسم فایده جانت خست، هم خوشبختی دنیا و آخرت میشوی، هم دنیا تا آباد میکنی هم آخرت تا. اما عملی گناه و بد کردی وای به حالت برادری بزرگوار من که هم دنیا تا ویرانه میکنی هم آخرت تا. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم تا حضرت جبرئیل گفتن وعلم ان شرف المؤمن قیامه باللیل. برادر بزرگوار، بعد از گذشتن ماه رمضان نماز شب فراموش نکن. پیغمبر بزرگوار تن حضرت جبرئیل گفتن که ای محمد صلی الله علیه وسلم، بدان که شرافت و بزرگی انسان در قیام و در نماز شبش است. اگر بخواهی که در نظر خدا بزرگ شای، اگر بخواهی که در نظر خلق خدا بزرگ شای، شب زنده‌داری را اختیار کن. پس از شب زنده‌داری خون مردم میخورد، دائما از مردمی شب زنده‌دار اندیشه کن. از انسان‌هایی که شب زنده‌دار هستند، عبادت شب دارند، از تیر آه اونها حذر کن. از اونها خیلی هوشیار باش که تیر آه اونها بسیار نشان رسه هست. برادر بزرگوار، بعد از رفتن ماه رمضان برای خودت وظیفه کن، توشه آخرت ذخیره کن، زاد و توشه آخرت جمع کن، نماز شب داشته باش. حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه وفات کرد. بعد از گذشتنش در خواب یکی از شاگرداش در آمد، پرسید گو حضرت برای من بگو بعد از وفات کدام عمل زیادتر برای انسان دستگیر می شود، کدام عمل زیادتر انسان فایده می کنه؟ حضرت یک آهی سر کشیدن گفتن ای فرزندم، یگان عملم به اندازه 2 رکعت نماز شبم برای من دستگیری نکرد. نماز شب به نظر اندک نگاه نکن برادر بزرگوار، نماز تهجد بخوان، نماز شب داشته باش. خواب این کار انسانیت نیست. کار چی کنی که با عجل باشد و جفت، برخیز خواب که عمر می باید خوب. در لحظت و دخاک خیلی خواب می روی، این دنیا جای خواب کردن نیست برادری عزیز. بسیار بس نماز شب از دست ندهی. و در آخر جبرئیل علیه السلام گفتن و عزت مؤمن این کنارجویی از مردم است، یعنی طمع نکردن، در فکری ضرر و زیان مردم نبودن است. اگر بخواهی که در نظر خدا، در نظر خلق خدا عزیز شوی، محترم شوی، امروز در فکری خیانتی هم دیگر نباش، در فکری ضرر و زیانی هم دیگر نباش. یگان انسان به چشم بد نگاه نکو برادر بزرگوار. هر کسی را اگر تو بد میبینی، ایره عنیق بدان که وی بنده الله رب العالمین است. ایره عنیق بدان که شخصیت را بدبینی داری که خیلی صاحب بزرگواری دارد الله رب العالمین. خیلی گناه بزرگ داری. اگر بتوانی دل به دست آر که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیادی خلیل آذر است، دل نظرگاهی جلیل اکبر است. اگر بتوانی دل یک بنده خدا را به دست بیار، خرسند کن، شاد کن، در خلق خدا خدمت کن. اگر از دستت نمی آید ضرر و زیان ندی، بد نبین، آزار نتی، سخنی بد نگو، غیبت نداشته باش، منت نکن. منانی فقط صفت ذاتی، فقط الله حق منت داره و خلاص. یگان شخصیت حق منت دیگر نداره برادری عزیز. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روایتی که این حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کردند که این حدیث متفق علیه است، هم بخاری هم مسلم این حدیث روایت کردند. حضرت می فرمایند که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که من انفق زوجین فی سبیل الله ندی فی الجنه یا عبد الله هذا خیر. وقتی هر انسانی که 2 چیز در راه خدا می بخشد، 2 چیز در راه خدا صدقه می کند، از جنت به سوی این شخصیت فریاد کرده می شده است. فریاد می کردن خدمتگارهای جنت، ملائکه های جنت که ای بنده خدا
بسیار کاری خوب کردی، بسیار کاری نیک کردی. یعنی وقتی که انسان از دارندگی داره، چی از مالش باشه، مثلا 2 دینار یا اینکه 2 درهم، یا اینکه از مالش باشه 2 گوسفند، 2 گاو، 2 اسب، 2 شتر، هر چیزی از تواناییش است. یعنی وقتی که 2 چند میبخشه، هر انسانی که وقتی 2 چند در راه خدا میبخشه، این عمل خوب ایره ملائکه های جنت میدیدن، خدمتگارهای جنت میدیدن و اونها میدیدن که این شخصیت به سبب این عملش درجه خود را در جنت بلند کرد، بالا برد، خدا به خدا قریب گرداند، عزیز شد در نظر خدا، در جنت محترم شد، درجهش بالا کرد، شأن و شرفش بالا برد. بس این شخصیت گفته میشه ای بنده خدا بسیار کاری خوب کردی. متاسفانه ما امروز یک عادت داریم، اگر در جای به سوی ما گفته شود که برادرها به خاطر خدا شخصیت در مانده است یاردمش کنیم، یا اینکه در جای یاردم لازم از مسجد است، یا اینکه یگان کاری امر خیر از صدقه جاریه می شود، یک چیزی به خاطر خدا ببخشه. ما یک عادت داریم. چی از عادتی ما برادران؟ وقتی پولها را برآوردیم از بین اونها میده چه جدا میکنیم. پولی 50 سومه 100 سومه میده تر باشه، اگر پولی میده نداشته باشه از جیبکش بیرون میکنه. و چی خاطر؟ برای که دلش نمیشه و چیزی یعنی زیادتر در راه خدا ببخشه. اکنون ببینه برادر عزیز که این بشارت برای که هست؟ برای انسان هایی که در راه خدا، برای نصرت دین خدا، به خاطر خدا، برای دستگیری و یاردم و مدد بنده های خدا، اون نفرها 2 چند میبخشند. یعنی دلتنگ نیستند، ممسک نیستند، دارنده هایی که ابوبکر های دور زمان هستند، عثمان های دور زمان هستند، دارنده هایی که اون سخاوتمند ها و جوان مرد های دور زمان هستند. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونها را بشارت دادند که ای بنده خدا چه کاری خوبی کردی، غیرت خدا، ایمانداری خدا، همت خدا، جوانمردی خود را، مرد بودن خود را نمایان کردی که به خاطر خدا، به خاطر رضای خدا اون مالی که الله داده بود اون ما را در راه خدا بخشید. بسیار کاری خوب کردی. هر انسانی که در راه خدا وقتی بذل و بخشش می شود دلتنگی نمیکنه، یعنی 2 چند می بخشه. فمن کان من اهل الصلاة دعی من باب الصلاة. وقتی هر انسانی که اهل نماز باشه در روز قیامت یکی از درهای جنت نامش باب السلام بوده، یعنی دری که انسانهای نمازخوان از او داخل جنت می شوند. درهای جنت هر کدامشون نام دارند که بعضی بنده های خاص خدا را دعوت میکنن. ای فلانی، ای نمازخوان، بیا من مشتاق تو هستم، من بروی تو کشاده هستم، بیا من تو را در آغوشم بگیرم. وقتی انسانی که اهل نماز باشه از اون در نماز به سوی ای فریاد کرده میشه در روزی دشوار و مشقت و مشکل و سخت قیامت که همه به حال خود سرگردانند، همه در غم جان خود هستند. حتی انبیای خدا، پیغمبرهای خدا وای جانم میگویند، نفسی نفسی میگویند. اون روز از این در سلام به سوی اهل نماز گفته میشه ای نماز خان بیا از من داخل جنت شو. برادران بزرگوار من و شما اهل نماز هستیم یا نه؟ متاسفانه نمازهای ما چقدر امروز رنگ و بو ندارند، سراسیمه هستند، به حضور دل نیستند، به خشوع و خضوع و به ترس نیستند. یک عادت داریم ما امروز، میگیم که نماز بخوانم تا تیز خلاص شم. سبحان الله. از چی خلاص میشه؟ از ذکر یاد خدا، از صحبت کردن با پروردگار، از بهترین لحظه حیاتت. قریبترین حالت بنده به ذات الله در سجده هست، در نماز است. از قریبی خدا خلاص کردنی هستی. هر انسانی که اهل نماز باشه، نمازخوان حقیقی باشه، نه تنها فقط 5 وقت نماز بخونه،
مثل امروز بعضی برادرها برآمدن و سفر مسافر هستیم سنت نمیخوانند. برادری بزرگوار من، این 5 وقت نماز حتمی هست، باید بخوانی. اما غیر از این 5 وقت نماز باید نماز زیادتی داشته باشی، نماز نافله داشته باشی، نماز تهجد داشته باشی. نماز شب و چنان نماز محبوبی هست، دوستداری هست در درگاه خداوند که الله بزرگوار خاصتا برای پیغمبرش محمد صلی الله علیه وسلم، برای حبیبش نماز شب امر کرد. استعذ بالله و من اللیل فتهجد به نافلة لک. ای محمد صلی الله علیه وسلم شبها خیسته نماز تهجد بخوان. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پروردگارت میخواد که به مقام محمود برسانه، درجت بالاترین ببرداره. از همه محبوب ترین، دوست داشته ترین عبادت ها بعد از نماز فرض نماز شب است. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گردی دری بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب در بندند، الا دری دوست را که شب باز کنند. الله شب درش باز میکنه، بیا بازا بازا هر آنچی هستی بازا، گرگبر و یهود و بت پرستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا، بیا قبولت میکنم. اهل نماز انسانی هست که عاشق نماز است، شوق و ذوق به عبادت داره. وقتی قامت داخل مسجد نمیشود، پیشتر مسجد آمده نماز انتظاری میکشه، عاشقانه. چی نوعی که یک عاشق برای دیدار و ملاقات معشوقش در جای رفته منتظر میشه و انتظاری میکشه، عاشق نماز این چنین است. انتظاری وقتی عبادت میشه. به چه خاطر؟ به پروردگارم، به صاحبم، به مولام، به آفریدگارم، به خالقم، به محبوبم، به عزیزترین و بهترین ذاتم صحبت میکنم. الحمدلله رب العالمین. هر انسانی که عاشق نماز است، اهل نماز است، از نماز ناراحت نمی شود. متاسفانه امروزها ما چقدر نمازها را قضا میکنیم، چی به سبب خواب باشه، یا چی به سبب در راه در سفر باشه، در جای کار باشه. امروز چقدر مردم ما نسبت به نماز بی‌پروا هستند. نماز از همه ضرورترین و مهمترین عبادت است. زی معذوری اجازت روزه خوردن، نماز را نیست اجازت تا به مردن. برادری بزرگواری و تا مردن اجازت نداره که نماز قضا کنی. هر انسان یک وقت نماز قضا کرد و اگر قضایی بخوانه، خداوند گناه قضا کردنش نبخشه، در آخرت 600 سال در دوزخ عذابش میکنه. برای یک نماز قضا کردن، قضایی خواندی اما توبه نکردی، خداوند گناه قضا کردن تا نبخشید، 600 سال در دوزخ عذاب میشوی. برادری بزرگواری من، نسبت به نماز بی‌پروا نباش. هر انسانی که اهل نماز باشه در روز قیامت از در نماز به سوی او فریاد میکنه: ای انسان، امروز برای تو دشواری و مشقت نیست، مشکلی نیست، در جنت بر روی تو باز است، بیا. و من کان من اهل جهاد دعی من باب جهاد. هر انسانی که اهل جهاد باشه او را از در جهاد فریاد کرده می شود. عزیزای خدا می فرمایند که ما 5 نوع جهاد داریم: جهاد تعلیمی، جهاد تبلیغی، جهاد مالی، جهاد سیاسی و جهاد نظامی. کلمه جهاد چی معنی؟ متاسفانه امروز جهاد در نظر مردم ما یک چیزی بد شده است. اینها جهاد از جهد گرفته شده است، به معنای سعی کوشش کردن، به سوی خدا قریب شدن، به خداوند خود نزدیک کردن. هر انسانی که در راه طلب علم است اون در راه خدا هست. هر انسانی که مردم نصیحت میکنه، خیرخواه مردم است، او در راه خدا هست. هر انسانی که مالش در راه خدا، در دین خدا، در خلق خدا میباشه، او در راه خدا هست. هر انسانی که سیاست مدار است، حقوق خدا و حقوق خلق خدا را پایمال نمیکنه، در راه خدا هست. و آخر شخصیتی که وقت دشمن به سوی او هجوم میکنه، اون انسان بزدل نیست، در جای خود ایستاده میشود، دفاع میکند از دین خود،
از آبروی خود، از ناموس خود، از وطن خود، او انسانم در راه خدا است. هر انسانی که این خصلت ها را داشته باشه در روز قیامت از در جنت به سوی او فریاد میکنن بیا داخل جنت شو، منتظر نباش، در عذاب باقی نمان. و من کان من اهل صدقه دعی من باب الصدقه. حضرت هر انسانی که اهل صدقه باشه او را از در سخاوتمندها، از در انسانهای صدقه کننده فریاد میکنن که بیا داخل جنت شو. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند که هر روز وقت صبح میدمه خداوند 2 ملائکه را از عالم بالا بر روی دنیا میفرستاده است، میفرسته رفته در روی دنیا ندا کنه، فریاد کنه. این ملائکه ها می آمدن یک جمله را میگفتن، فریاد میکردن. جناب پیغمبر غیر انسان ها و جن ها تمامی هستی صدا و فریاد اینها را میشنوند. دعای اونها چی هست؟ فریادشون چی هست؟ یکی از اونها میفرست اللهم اعطی منفقا خلفا. پروردگارا انسانی سخاوتمند، جوانمرد، بغیرت، بخشنده، مال او را زیاد بگردان، چقدر برکت در حیاتش بریزان. مالش دو چند بگردان، چقدر زیادتی و برکت در عمر و جان و کسب و کار او بریزان. دیگرش میگفته که اللهم اعطی ممسکا تلفا. پروردگارا انسانی ممسک مالش تلف بده، مالش از وی بگیر، مال او را یعنی که از او شخصیت دور بگردان. مولانا میگه گفت پیغامبر دائم بحر پند، 2 ملائک خوش منادی میکنند ای خدایا منفقان را ده خلف و ای خدایا ممسکان را ده تلف. ای خدایا منفقان را سیر دار، هر دیرمشون را عوض ده 100,000. ای خدایا ممسکان را در جهان تو مده الا زیان اندر زیان. نان دهی در راه حق نانت دهند، جان دهی در راه حق جانت دهند. هرچی دادی در راه حق آن توست، آنچه میماند بلای جان توست. یعنی از جانب ملائکه الهی این ندا میشده است ای انسان، ای پروردگار، کسی سخاوتمند است، به غیرت است، جوان مرد است، مال او را زیاد بگردان. پیغمبر بزرگوار میفرمایند که ما نقصد مال من صدقه. مال شما از صدقه دادن، از سخاوتمندی کم نمیشه، بلکه خداوند از فضلش زیادتی را در کسب کار شما میآورد. ما سخاوتمندی بلا را از حیات انسان دور میگرداند. سخاوتمندی سبب دوامناک شدن دارندگی یعنی بایگری در حیات انسان میشود. اما بخیلی و ممسکی و دلتنگی سبب میشود که انسان همون نعمت خدا را استفاده برده نمیتواند. فقط زحمتش، محنتش، رنجش، عذابش، دوادوش به این انسان میمانه و اما راحتش دیگه انسان میبره، راحتش در این دنیا دیده نمیتوانه. و این خاطر انسان باید حرکت داشته باشه که مالی که خدا براش داده است از یک حصه، از یک گوشه این مال در راه خدا ببخشه، سخاوتمندی داشته باشه. ما حتی بعض روایت های داریم که در زمان حضرت موسی علیه السلام روایت میکنن قحطی آمده بود، چقدر ناداری آمده بود. یک زنی بیوزنی بود که یک کودک میده شیرخواره داشت، کودک میده شیرخواره داشت. در خانه‌ش هم دارندگیش هم میگه اندک یک پارچه نان داشت که همونا باید میخورد، استفاده میبرد، دیگر چیزی نداشت، ذخیره نداشت. این زن اون پارچه نان برداشت، میگه در دست گرفت، خواست که بخورش، یعنی استفادهش ببره. همین لحظه بود میگه در خانه‌اش تق تق شد، خسته در کشاد، دید که یک گدای هست، یک انسانی طلبنده هست. گوی بنده خدا گو به حق خدا یکان چیزی برای من ده، یکان چیزی برای من به حق خدا ببخش. این شخصیت اون پارچه نانش هم در دست هست، گدا هم در پیش رو ایستاده است. در تعجب افتاد آیا من این پارچه نان برای شخصیت دیم خودم چیکار میکنم؟ اگر ندیم این شخصیت گو به حق خدا چیزی ببخش. قصه کوتاه این پاره نانش میگه در گدا بخشید، صدقه کرد. گدا گرفت بر آمده رفت. این شخصیت در خانه در آمد، دیگر چیزی نداره، کودکش گرسنه هست، حتی در سینه‌اش دیگر شیر باقی نمانده است از گرسنگی.
کودکش گرفته این زن از خانه بیرون شد، صحرا رفت. گفت کمی هیزم جمع میکنم برده در بازار میفروشم، برای خودم یگان طعام نان میگیرم. وقتی صحرا رفت کودک میگه در گوشه گذاشت، نان هیزم جمع میکرد، از صحرا هیزم جمع میکرد. ناگاه میگه صدای گریه کودکش بلند شد، در گوشش صدای گریه کودک رسید. گشت نگاه کرد که کودکش یک گرگ، یک درنده در دهانش گرفته رفته ایستاده است. از قفای گرگ دو گرفت، سر کرد، چقدر دوید اما گرگ دریا نکرد. کودک گرفت رفت گرگ. این زن در جاش نشست، گریه کرد. همین لحظه میگه الله رب العالمین به سوی حضرت جبرائیل علیه السلام امر کرد و ای جبرائیل گفت رفته کودک این زن گفت سالم و سلامت از دهان گرگ گرفته در مادرش بیار برسان. جبرائیل علیه السلام آمد، میگه کودک از دهن گرگ سلامت گرفت آورد و این زن سلام گفت از جانب خداوند. گفت ای زن، گفت رب العالمین برای شما میفرماید که این لقمه دهن گرگ در برابر همون لقمه‌ای که از دهنت برآوردی گدا را دادی در برابر هم گرداندم دادمت. ببین با سخاوتمندی چقدر بلا را از بالای انسان دور میکنه. لقمه دهن گرگ در برابر همون لقمه‌ای که نخوردی از دهن برآورده گدا را دادی در برابر هم برای تو گردانده داده شد. برای همین برادران بزرگواری من سخاوتمندی فایده های زیادی داره. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی به جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان آوردن، تمامی دارندگیش در راه خدا صرف کردن، تمامی دارندگیش برای یعنی نصرت و پیروزی دین خدا و پیغمبر خدا بخشیدن. امروز ابوبکرهای ما در کجا هستند؟ حضرت ابوبکر به حالتی رسیدن که تمامی هستیش یعنی بایترین شخصیت بودن و در دور و زمانش با نادارترین و کمبغلترین شخصیت شدن. مالش تمامی دارندگیش به یگان چیز باقی مانده در راه خدا بخشید. به حالتی رسید میگه روز از روزها حضرت یک کرته چقدر کهنه داشت در بدن، حتی در آفتاب سوخته بود اون کرتش. در نزد منبر جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشسته با جناب پیغمبر خطبه میخواند. حضرت جبرائیل علیه السلام آمد، پایان شد و حضرت جبرائیل به سوی جناب پیغمبر گفتند که یا محمد صلی الله علیه وسلم السلام و یقرئک السلام. ای محمد صلی الله علیه وسلم پروردگار شما را سلام میگه و خداوند به حضرت ابوبکر سلام فرستاده است. وقتی جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سوی حضرت ابوبکر صدیق گفتند که یا ابوبکر ربک یقرئک السلام، ای ابوبکر پروردگارت سلامت میگه. حضرت ابوبکر میگه از خرسندی و خوشحالی در نزد منبر هوشش رفته در زمین افتاد. الله سلامت میگه. ببین چی عزت را این شخصیت از خود کرد. الله سلامت میگه. جناب پیغمبر اهل اصحاب فرمید گفت حضرت ابوبکر بیدار کنه، هوشیار کنه تا اینکه جواب حضرت جبرائیل یعنی نماینده خداوند منتظر جوابش از جواب گردانه. وقتی هوشیارش کردن تا ای ابوبکر رب پروردگار از تو میپرسه که از این حالت راضی هستی یا نیستی؟ تمامی دارندگی تا تمامی هستی تا در راه خدا در دین خدا بخشیدی؟ حضرت ابوبکر میگه گریه میکرد، فریاد میکرد، میگه من از پروردگارم راضی هستم. یعنی اگرچه نادارم شدم از پروردگار راضی هستم در این حالت. یعنی رضای خدا را از خود کرد، بهترین امت شد. سببش سخاوتمندیش. حضرت عمر، حضرت عثمان، حتی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه میگه روز جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم یعنی در جمعیت چی کمبودی و مشکلی آمده بود، به سوی اهل اصحاب گفتن که آیا هست شخصیتی که امروز ما را دست ما نگیره؟ چقدر این حالتی تنگی در بالامون آمده است؟ میگه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چقدر یعنی دارندگی زیادی آوردن برای حل مشکلات جمعیت بخشیدن. جناب پیغمبر میگه به حد خرسند شدن که آبهای دیدش روان شدن و دست حضرت عثمان گرفته از خانه بیرون شدن. گفتن ای پروردگار، گفتن من از عثمان راضی شدم، تو هم از عثمان راضی بگرد. ای پروردگار، گفتن من از عثمان راضی شدم، تو هم از عثمان راضی شو. یعنی رضای خدا را از خود کردن، اون مال دارندگی خدا داده بود در راه خود خدا بخشیدن. بهترین درجه، بالاترین درجه جنت از خود کرد. و این خاطر برای ما و شما برادران بزرگواری من، خصوصا شخصیت های دارنده، ضرور و لازم است که این مالی که خدا داده است در راه خود خدا صرف کنیم.
تا اینکه سبب برکت حیات میشه، سبب زیادتی مال میشه و سبب جواب گفتن روز قیامت میشه. این مال بود قیامت پرسش داره. رب العالمین میپرسیده که من این اکتسبه و فیما انفق، این مالی که داشتی از کجا به دست آوردی و در کجا صرفش کردی؟ خدای نخواسته که این دارندگی و مال ما در راه گناه و معصیت و در راه بدی صرف شود، که جوابش هم خیلی سخت است. وقتی جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم این چند جمله را گفتن که هر انسانی که اهل همینها باشه اون از این درهای جنت داخل جنت می شود، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم پرسیدن، گفتن یا رسول الله، گفتن اکنون این معین است، این انیق است که هر انسان، یعنی اهل نماز از در نماز، اهل جهاد از در جهاد، اهل روزه از در روزه، که اینجا روزه شما ترک کردیم، انسانی که اهل روزه باشه و از در ریان داخل جنت می شود. روایتی داریم جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم این فی الجنت باب یقال له ریان، در جنت یک دری هست که نام او ریان است، یدخلون منه الصائمون، از او در ریان انسانهای روزدار داخل جنت می شوند. وقتی روزدارها داخل شدن او در محکم کرده می شود، غیر از روزدارها دیگر یگان نفر از او در داخل جنت شده نمی توانند. یعنی انسانهای روزدار هم، روزه گیرنده هم دری مخصوصی دارند در جنت. نه تنها ما روزه رمضان، تنها باید روزه نافله هم داشته باشیم. جناب پیغمبر روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه می گرفتن که این سنت جناب پیغمبر است، یعنی که از هر ماه 3 روز روزه می گرفتن، روزهای بین ماه. چه خوبی میشه که ما هم این سنت ها را داشته باشیم. روزه برای انسان ثوابت است. این معده که دائم پر است و حرکت میکند و کار میکند، اینم باید یک مهلت انسان باید دم ده، قرارش گذاره تا اینکه اونم راحت باشه. کسی اهل روزه باشه از در ریان داخل جنت میشه. حضرت ابوبکر گفتن یا رسول الله، اکنون این معین شد که هر انسان موافق عملش از همون درهای جنت داخل جنت میشده است. آیا هست شخصیتی که از تمام این چند دری که گفتیم، از تمام درها به سوی او فریاد کرده شود که ای بنده خدا بیا از من داخل جنت شو؟ آیا چنین شخصیت هست که هم در نماز و هم در روزه و هم در سخاوتمندی و هم در جهاد و تمام درهای جنت در روی او گشاده باشند؟ جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم نعم، گفتن آره ای ابوبکر هست. من از خداوند امید دارم که تو از همان جمله هستی ای ابوبکر. ای ابوبکر تو از همان جمله که تمام درهای جنت مشتاقش هستند، طلبگارش هستند، خریدارش هستند، بر روی شخصیت کشاده هستند. تو از همان جمله هستی. یعنی ما و شما هم باشیم برادران بزرگوار من، حرکت داشته باشیم که تمام درهای جنت بر اون کشاده باشند، نه اینکه درهای دوزخ. در روز قیامت ما را فریاد نکنن که ای دروغگو، ای فاسق، ای زناکار، ای شراب نوش، ای خیانتکار، ای غیبت کننده، ای خیانت کننده، یعنی بنامی بعد ما فریاد نشویم. حتی ما روایت داریم جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز قیامت هر انسان خداوند موافق فعلش فریاد میکرده، اون روز دیگه بنامش فریاد نمیکرده. ای بدبختی زناگر، ای دروغگو که کار دایم فریب کردن مردم بود، ای خیانتکار، یعنی که اون فعلی بعد. اما انسان خوبه، راستگو، ای صادق، ای محسن، ای نیکوکار، ای بنده خوبی خدا، ای انسان محترم، ای با تقوا، با خوبی فریاد کرده میشته. برای این خاطر ما و شما باید حرکت کنیم برادران عزیز که از جمله انسانهای خوب خود را بگردانیم و از این کارهای بده که یعنی که گفتیم از اینها خودداری داشته باشیم. و سبب جمع آمدن ما توی یعنی نکاح توی این برادر عزیز است که ما را دعوت کرده است، در ابتدا دعاگو هستیم که خداوند این توی مبارک بگردانه و برای این جوانهایی که در تحت کرسی حیات قدم میمانند خداوند براشون بخت سعادت دنیا و آخرت را نصیب بگردانه. و خداوند بزرگوار برای ما و شما هم هر چیزی که رضای خودش هست نصیب گردانه و از قهر و غضبش خداوند ما را در حفظ امانش نگه بداره. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز، چی نوعی که دامولا گفتم، در اصل وقت انسانیت میخواهد که در بس
پیغمبر بزرگوار محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یک چیز گفتنی شود زبان وی عاجز است، زبان وی ناقص است، زبان وی کوتاه است. الله بزرگوار خود به کام و زبان این شخصیت بزرگوار را وصف کرده انکی و اینک لعلی خلق عظیم. صدق الله العظیم. رب العالمین گفتند ای محمد تو دارای اخلاق بزرگ هستی، تو خیلی اخلاق بزرگی داری. وقتی الله بزرگوار این شخصیت را وصف کرد، این زبانهای ما یعنی عاجز هستند، ناقص هستند، کوتاه هستند برای وصفش. عزیزای خدا می فرمایند واصفان در وصف او حیران شدند، سیرشناسان جمله سرگردان شدند. وصف او کی لایق این ناکس است، واصف او خالق عالم بس است. وصف او فقط خداوند خودش وصف کرده است، بسنده است. ما باید این پیغمبر بزرگوارمون چقدر به خوبی ها بشناسیم. در اصل متاسفانه امروز اکثر مسلمان و مسلمان زاده بیوز شده است، تبدیل یافته است، دگرگون شده است، یعنی حیات و ادب و اخلاق اسلامی نداره. سببش این است که به تاریخ حیات این پیغمبر بزرگوار آشنا نیست، به شخصیت این پیغمبر بزرگوار آشنا نیست، با اون رنج و مشقت و آزار و محنتی که برای بنیاد دین کرده اند و اونها آشنا نیستند. عزیزای خدا می فرمایند که این پیغمبر بزرگوار در بالای من و شما که دعوای امتی داریم، پیغمبر بزرگوار سه حق دارند. این حقها هم حق عادی نیستند برادران بزرگواری من. این حقها حق واجب هستند، واجبه هستند، حتمی هستند. باید که هر شخصیتی که دعوا داره که من امتی محمد هستم صلی الله علیه و سلم، این سه حق را حتما باید بجا بیارد. یکمین حقی که پیغمبر بزرگوار بالای ما دارد برادران بزرگواری من، این معرفت است، شناختن، آشنا بودن به تاریخ حیات جناب پیغمبر. این شخصیت، فضیلتش، مقامش، مرتبهش، درجهش، حیاتش انسان باید خوب بشناسه، خوب آشنا باشه. متاسفانه امروز اکثر مسلمان و مسلمان زاده ما و اون اکتیارهایی که در کناها بازی میکنه آشنا هستند، و فوتبالیستا آشنا هستند، و بکسیارها آشنا هستند، اما به شخصیت بزرگواری که باید به این آشنا باشند محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آشنا نیستند. الله مهربان در قرآن برای ما و شما میفرمایند که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. برای شما ای امت اسلام در رسول الله، در محمد مصطفی یک اسوه حسنه هست. یعنی این مقتدا، عبرتگاه، الگوی شما هست. محمد شخصیتی هست که شما باید خود را در طرز عبادت و بندگی و در طرز معامله و مناسبت زندگی باید مانند کنید، پیرو از این شخصیت باشه. در اصل وقتی که انسانیت این شخصی بزرگوار نشناسه، به تاریخ حیاتش آشنا نباشه، از کجا میتوانه که پیروی از این شخصیت کنه؟ برای من و شما برادران بزرگوار من لازم است، ضرور است که به این پیغمبر بزرگوار آشنا باشید. یکمین مقام و درجه عالیه که پیغمبر بزرگوار ما دارند این حبیب الله است. خود میفرمایند انا حبیب الله، من دوست الله هستم. خیلی درجه عالیه، خیلی درجه بلنده. در بین تمام انسانیت الله رب العالمین محمد مصطفی را دوست انتخاب کرد، دوست قبول کرد. روز اهل اصحاب در مسجد نشست داشتند، بین خود صحبت میکردند. گفتن حضرت ابراهیم خلیل الله است، خداوند ابراهیم در مقام خلیلی قبول کرده است، و موسی کلیم الله است، و عیسی روح الله است. هر یک کدام از انبیای خدا را یاد میکردند که خداوند برای اونها چه مقام و درجه و جایگاه بخشیده است. از پیغمبرای گذشته یاد میکردند.
پیغمبر بزرگوار صحبت اینها را شنید و در نزد اینها داخل شد و سوی اینها گفت من شنیدم که شما میگویید که ابراهیم خلیل الله و هو کذالک، او این چنین است، خلیل الله است. و موسی کلیم الله، او این چنین است، کلیم الله است. و عیسی روح الله، این چنین است، یعنی الله برای عیسی علیه السلام روح در اختیار داد. من گفت برای شما یک چیز میگم، شما خبردار باشه، آگاه باشه که من حبیب الله هستم، من حبیب الله هستم. خیلی درجه یعنی عالی الله بزرگوار برای این شخصیت داد. یعنی در اصل وقتی یک انسان محترم، یک انسان معتبر، یک انسان مشهور و معروف در این جمعیت اگر گوید که من فلانی را دوست میدارم، فلانی را دوست انتخاب کردم، او شخصیت سرش از عرش بالا میشه، افتخار میکند. در اصل جای افتخار هست. چی جایی که الله رب العالمین این پیغمبر بزرگوار ما را در بین تمام بشریت از آدم علیه السلام تا آخرین شخصیتی که به دنیا را می آید، پروردگار بزرگوار پیغمبر بزرگوار ما را حبیب قبول کرد، دوست قبول کرد. دیگر فضیلت و بزرگی و درجه که پیغمبر بزرگوار ما دارند، برادران بزرگوار من، این است که الله بزرگوار در شأن این شخصیت میفرمایند که و رفعنا لک ذکرک، ای محمد صلی الله علیه وسلم، ما آوازه نام تو را بسیار بلند میبرداریم، بسیار بلند برداشته ایم. در اصل آوازه نام این شخصیت نه تنها در دنیا بلکه در آسمان ها هم بلند شده است. در بالای عرش اعلا لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته شده است. بالای درهای جنت لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته شده است. در برگهای درختهای جنت لا اله الا الله در جانب دیگر محمد رسول الله نوشته شده است. و در تمام دنیا یگان لحظه نیست که کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله خاموش باشد. همیشه صدا میدهد، همیشه اذانها، قامتها، خطبه ها، موعظه ها، صحبت ها، همیشه گفت و گذار در کنار این دو جمله هست، لا اله الا الله و محمد رسول الله. نام پاکی مصطفی بالاتر است، بنگرید که نام حق را در بر است. خیلی نامی بلندی دارد، خیلی شخصیتی بزرگواری هست. برادری بزرگواری من، قدر خود را بشناس که امتی که هستی، الله برای تو چی عزت داده است، چی حرمت داده است، چی مقام عالی بخشیده است. قدر خود را خوب بشناس. امتی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. در روایت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم می فرمایند که روز به پروردگارم مناجات کردم، صحبت کردم، راز دل گفتم، اللهم اتخذت ابراهیم خلیلا، پروردگارا بار الها ابراهیم برای خود خلیل قبول کردی، دوست انتخاب کردی. و موسی کلیما، موسی علیه السلام برای خود یعنی کلیم گبزن گرفتی که حضرت موسی در کوه تور میرفت، به واسطه جبرائیل راستا به خداوند صحبت میکرد، صدای هم دیگر را میشنیدند. و احییت لعیسی الموتی، برای حضرت عیسی علیه السلام مرده ها را زنده کردی. عیسی علیه السلام معجزه داشتن که معجزه شما این بود که مرده را دوباره زنده میکردند. داود علیه السلام آهن سخت به دست میگرفت، ملایم میشد. هر یک پیغمبری را خداوند معجزه داد. پیغمبر بزرگوار میگه من پرسیدم پروردگارا هر پیغمبری را یک مقام و یک درجه و یک جایگاه براش بخشیدی. فماذا جعلت لی، آیا برای من چی گذاشته ای؟ چی جایگاه داده ای؟ چی مقام بخشیده ای؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند که
الله بزرگوار برای من جواب گردان که اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلی. و ای محمد صلی الله علیه وسلم، آیا از همه اینها بهتر شه برای تو نداده ام؟ از همه اینها بزرگتر بالاتر شه در حق تو نبخشیده ام؟ الا ذکرت الا ذکرت. هر جایی که ذکر و یادی خود ما آورده ام در دوامش ذکر و یادی تو هست ای محمد صلی الله علیه و سلم. هر جای لا اله الا الله هست در دوامش محمد رسول الله هست. هر جایی که اطیع الله هست در دوامش اطیع الرسول است. هر جای الحمدلله هست در دوامش الصلاة و السلام علی رسول الله است. ای محمد هر جایی که ذکر یادی من شده است در دوامش نامی تو هست، ذکری تو هست، یادی تو هست. پیغمبر بزرگوار ما شخصیتی بودن که الله بزرگوار در حق شخصیت گفت دارای اخلاق بزرگ هستی. اون اخلاق بزرگی که پیغمبر ما را بزرگ کرد از عایشه مادرمون پرسیدن، ای مادر بزرگوار، آیا این پیغمبر بزرگوار ما چه اخلاق دارد که الله برای او دارای اخلاق بزرگ هستی؟ حضرت عایشه مادرمون گفتن که اخلاق محمد صلی الله علیه وسلم این قرآن است. قرآنی که امروز در حیات ما غریب شده است، قرآنی که ما امروز رهاش کردیم، قرآنی که امروز در لب تریزه ها و در یک بلندی خانه ما پر از گرد و غبار است. این قرآن است گفت اخلاق محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. اخلاق قرآنی داشت، حیات قرآنی داشت. و پیغمبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم شخصیتی هستند برادران بزرگوار من که الله بزرگوار در شأن این شخصیت می فرماید که ولسوف یعطیک ربک فترضی. ای محمد صلی الله علیه و سلم، پروردگارت برای تو آنچنان مقام و درجه و جایگاهی می بخشه که در برابر گناهگارهای امتت تو را از خودش راضی می گردانه. یکی از اهل اصحاب می فرمایند که وقتی این آیت نازل شد ما پرسیدیم، گفتیم که ای یا رسول الله، آیا شما در کدام حالت از پروردگار راضی می گرده؟ پیغمبر بزرگوار گفتن من از پروردگار راضی نمی گردم اگر یک امتم در دوزخ باقی بمانه. اگر یک امتم در دوزخ باقی مان من از الله رب العالمین راضی نمی گردم. نماند به زندان دوزخ اسیر کسی را که باشد چنین دستگیر. نماند به دوزخ کسی در گرو که دارد چنین سیدی پیشرو. برادران بزرگوار من، این شخصیت باید ما خوب شناسیم. غم نخورد آن که شفیعش تویی، مایدهی قدر رفیعش تویی. حاصل گر نیز اطاعت مرا، هست امیدی به شفاعت مرا. دوستای خدا چی مقاله های زیبا داشتن. حضرت بهادی میگه آسان نبود بردن من جانب دوزخ، آسان نبود بردن من جانب دوزخ، آنجا مگرم احمدی مختار نباشد. دوزخ رفتن و دوزخ بردن من آسان نیست. میگه اگر جناب محمد صلی الله علیه وسلم در صحرای قیامت نباشد شاید من دوزخ ببرند، اما دوزخ بردن من آسان نیست. پیغمبر بزرگوار میفرمایند که تمام پیغمبرها را خداوند یک دعای مخصوص داده بود که اون دعاشون حتما قبول میکرد. تمام پیغمبرها اون دعاشون در این دنیا در حق امتهاشو دعا کردند. پیغمبر بزرگوار گفتن اون دعا را من برای گناهگارهای امتم بر روز قیامت ذخیره کردم. اون دعایی که الله حتما قبولش میکنه و وعده قبول کردنش برای من وعده داده است، اون دعا من برای گناهگارهای امتم بر روز قیامت ذخیره کردم. و بینه برادر بزرگوار من، چی پیغمبر بزرگوار ما داریم، چی پیغمبری غمخوار و دلسوز داریم. حیات عمرم از ما و شما یاد میکرد و گریه میکرد، امتی امتی میگفت.
و پیغمبر بزرگوار ما رحمتا للعالمین است. رب العالمین میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نفرستاده ایم تو را ای محمد مگر رحمت برای تمام عالمیان. رحمت یعنی نجات یافتن از تمام بلاها و مصیبت‌های دنیا و آخرت. برادران بزرگوار من، در تفسیر این آیت مفسرین می‌فرمایند که پیش از بعثت جناب پیغمبر الله بزرگوار به بالای قوم‌های گذشته را بلاهای عمومی می آورد. یک وبایی را می آورد که یک جمعیت کسی باقی نمانده هلاک می شد. یا یک قوم حضرت لوط زمین چپه کرد، قوم حضرت نوح غرق کرد، قوم صالح به سبب شمال هلاک کرد. اما الله بزرگوار تو فیل و خاطر این پیغمبر بزرگوارش اون عذابای عمومی را از جامعه برداشته کرد. دیگر به بالای ما را عذاب، ببین وبا هم اگر چی آمد، اگر ما نظر کنیم شاید از 100% 2% یا اینکه 3% انسانیت نمرده است از این وبا. پروردگار بزرگوار به خاطر این پیغمبر بزرگوارش عذابهای عامه را از جامعه دور کرده است. تفسیر روح البیان یک حکایه زیبایی دارد. می‌فرمایند که وقتی این آیت نازل شد تا اون زمان هر روز از جانب ملائکه ها شیطان یک دوره حد میخورد. یعنی از روزی که شیطان علیه لعنه رانده شد از درگاه خدا، محروم شد، ملعون شد، مردود شد، خداوند دستور داده بود ملائکه هر روز این شیطان لعین یک دوره حد میزدن، یعنی در پشتش یک دوره میزدن. وقتی که این آیت نازل شد میگه این ابلیس علیه لعنه دعوا کرد و پروردگارا رحمت برای عالمیان گفتی، برای همه عالم نه تنها انسانیت. از این رحمت منم باید بهره‌ور باشم، منم باید حصه داشته باشم. الله بزرگوار دستور داد که همون یک حدی که هر روز برای این ملعون میزده همون یک حد از بالاش برداشته شد، از این پس نزنه. برادران بزرگوار من، ما باید به این پیغمبر بزرگوارمون خوب آشنا باشیم. یکمین حقی که پیغمبر بالای ما داره شناختن این شخصیت بزرگوار است. و دیگر حقی که بالای من و شما داره برادران بزرگوار من این اطاعت است. ما باید پیرو و اطاعتگر از این پیغمبر بزرگوار باشیم. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، زیاد یعنی جایهای زیاد ما در قرآن میخوانیم. اطاعتگر در عبادت، اطاعتگر در معامله و مناسبت، اطاعتگر در ادب و اخلاق، اطاعتگر در تعلیم و تربیه اهل و بیت، اطاعتگر در معامله و مناسبت بین برادری. باید ما پیرو از این شخصیت باشیم. پیغمبر بزرگوار ما چقدر شخصیت بخشنده بودن، مهربان بودن، غمخوار بودن. امروز مهربانی و غمخواری و دلسوزی ما در کجا هست؟ پیغمبر بزرگوار ما دشمن بخشید، نه اینکه دوسته. وقتی فتح مکه آمد، وقتی از درون خانه کعبه بتها را خالی کرد، تمام سردارهای مکه یعنی اون مشرکین دشمنهاش شخصیت‌های دهک خونش تشنه بودن. اونها دیگر علاج نیافتن، آمدن خود را تسلیم کردن. جناب پیغمبر با سوی اونها یک جمله گو ما تظنون عنی فاعل بکم. گویا فکر شما، گمان شما نسبت به من چی است؟ این لحظه باید شما را چیکار کنم؟ شما از وطن من بیرون کرده، در حق خونم تشته بوده، بارها قصد کشتنم کرده. این لحظه اختیار شما در دست من است. چی گمان داره، چی فکر داره، من باید به شما چی نوع جواب بگردانم؟ دیگه همه یک جمله میگفتن خالو اخ کریم و ابن اخ کریم. ما گمان داریم که تو برادری بخشنده هستی و پسر برادری بخشنده هستی. از تو بوی خون نمی آید، بوی انتقام، بوی قصد گرفتن نمی آید. تو رحمتا للعالمین هستی. جناب پیغمبر گفتن اذهبوا و انتم طلقا، گفتن بروی همه شما آزاد هستی. یگان کس امروز از شما قصد نمیگیره. با یک جمله دشمن بخشید. بخشندگی ما در کجا هست برادران بزرگواری من؟ ما باید اطاعتگر از این شخصیت باشیم.
در یک روایت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا. تمام امتهای من داخل جنت میشوند، داخل جنت نمیشه شخصیتی که خودش جنت نخواهد. پرسیدم یا رسول الله هست شخصیتی که جنت نخواهد، عیش عشرت آخرت نخواهد، چنین شخصیت وجود داره؟ پیغمبر بزرگوار گفتن من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقد ابا. هر شخصیت اطاعتی من کرد و داخل جنت می شود، اما هر شخصیتی که اطاعت نکرد، پیروی نکرد و گفته ای یعنی طبق حیاتی من زندگی نکرد، او شخصیت خودش جنت نخواسته است. برادران بزرگوار من، ما باید اطاعتگر و پیرو از این شخصیت بزرگوار باشه در تمام نازکی های زندگی. و سیوم حقیق پیغمبر بزرگواری ما بالای ما دارن برادران بزرگوار من، این محبت است. ما باید این شخصیت بزرگوار را دوست بداریم، از جان و از تمامی هستی بالاتر و زیادتر دوست بداریم. الله بزرگوار در قرآن می فرماید که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر برای مؤمنها از جان شدیده بهتر است. برادر بزرگواری من، شخصیتی که دعوا داره که من مؤمن هستم، من مسلمان هستم، یک بار خودت سنجش کن در دل تو چقدر محبت پیغمبر است، چقدر شخصیت دوست می‌داری. یک بار خود را سنجش کن. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم تن قسم به همو الله که اختیار جانم در ید قدرتش هست، ایمان کامل نداره یک کدام از شمایان، حتی این که من از جانش، از فرزنداش، از پدر و مادرش، از تمامی هستی زیادتر و بالاتر دوست نداره. برادر بزرگواری من، ما اگر این پیغمبر بزرگوار از همه بالاتر و زیادتر دوست نداریم، ایمان ما به کمال نمیرسه، مؤمن کامل نمیشوه. برای ما شرط است، ضرور است، لازم است که این پیغمبر بزرگوار دوست داریم. برادران بزرگواری من، در روایت دیگر فرمودند من احیا سنتی فقد احبنی و من احبنی کان معی فی الجنه. هر شخصیت یک سنتی من زنده کرد و من دوست داشته است، هر شخصیت من دوست داشت همراهی من در جنت است. برادر بزرگواری من، نمیخواهی در کنار جناب پیغمبر در جنت باشی؟ نمیخواهی در آغوش محمد و رسول الله در جنت باشی؟ امروز در دنیا خیلی محروم ماندی، خیلی از دورش دور افتادی، ندیدیش. اگر بخواهی در آخرت در جنت در کنارش باشی، حرکت کن، امروز دوستش بدار. ما باید محبت و دوستداری از اهل اصحاب درس بگیریم، عبرت بگیریم. چقدر از فراق پیغمبر می سوختند، طاقت جداگی و دوری پیغمبر را نداشتند. یک جمله را به اختیار می گفتن که فداک ابی و امی، فداک نفسی، پدر و مادرم جانم فدای شما بود یا رسول الله. وقتی جناب پیغمبر وفات کرد، حضرت بلال فریاد میکرد، ای بلال میان شکست، قامت شکست ای بلال. از فراق پیغمبر در مدینه زندگی کرده نتوانست، هجرت کرد رفت. گو این مدینه را به پیغمبر من دیده نمیتوانم. محبت از اون شخصیت ها ما باید درس بگیریم. البته این قصه هایی که ما بیان میکنیم شما بارها از اکای دامولا و دیگر واعظ ها شنیده هستی، اما به خاطر چی؟ به خاطر دوباره یاد آوردن که ما باید این شخصیت بزرگوار دوست بداریم. برادران بزرگوار من، این سه چیزی که عزیزای خدا، دوستای خدا برای ما گفتن، ابتدا شناختن جناب پیغمبر، دیگر این که اطاعت کردن از این شخصیت بزرگوار، و سیوم محبت جناب پیغمبر. حرکت کنیم این سه حق ما و شما ادا کنیم، به جا بیاریم تا اینکه از امت خوبی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باشیم. پروردگارا بار اله محبت جناب پیغمبر را در دلهای ما جا بگردان. پروردگارا پیروی از سنت جناب پیغمبر را برای ما نصیب بگردان. پروردگارا روح مطهر جناب پیغمبر را از ما خرسند و شاد و راضی بگردان. پروردگارا در روز قیامت شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را برای ما نصیب بگردان. پروردگارا بار اله
برای جمعیت ما و عالم اسلام بخت سعادت دنیا و آخرت را نصیب بگردان. از بلاها و آفتها، مصیبتها و مشقتها ما را در حفظ امان نگه بدار. پروردگار در کسب کار حلال این جمعیت برکتها عطا بفرما. پروردگار مشکلی های دینی و دنیوی ما را آسان بگردان. پروردگار خاتمه مون به خیر بگردان. پروردگار این توی مبارک بگردان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. این محفل و مجلسی که ما جمع آمدیم، در اصل این محفل یک عبرتگاهی هست، یک منظره هست که هر انسان عاقل میتواند که از عبرت بگیرد. این لحظه ما به خاطر یادداشت یک جوان جمع آمده هستیم که امروز در بین ما نیست و در زیر خاک خواب است، یعنی از دنیا برفته است. ما از این محفل چه چیزا باید عبرت بگیریم؟ عبرت ما این باید باشه برادر عزیز که چی نوعی که این برادر ما امروز در بین ما نیست، یک روز دیگر این چنین ما و شما به جایی را می رویم که از ما خبری نمی آید. به جایی می رویم که از حالت ما غیر از الله و رب العالمین دیگر هیچ کس خبردار نمیشه. فقط الله میدونه که ما در کدام حالت هستیم. و این خاطر لحظه های عمر انسانیت باید غنیمت بدانه. لحظه عمر برای انسان خیلی چیز قیمتی هست. بسیار زود و تیز میگذره. از این شخصیت های در این محفل هستن که حاجی و این شیخ و این حاج داملا و اینا، از اینها بپرسی 60 سال و 70 سال عمرشون برفته است، میگه هیچی ندیدم، خیال کردم که دین روز بود. یعنی عمر انسان بسیار زود و تیز میگذره. لحظه های عمر انسان باید غنیمت بداند. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در یک روایت گفتن که اغتنم خمسا قبل خمس، گفتن 5 چیزا پیش از 5 چیز غنیمت بدانید. در اصل الله بزرگوار 5 نعمت برای ما داده است که دائمی در اختیار ما نیستند. یک مهلت و فرصت اندک در اختیارمون هستند، آخر الله نعمتاش از ما میگیره. یعنی اینها همیشگی نیستند. اینها چه هستند برادران بزرگوار ما؟ جناب پیامبر گفتن شبابک قبل حرمک. یکم گفتن جوانی را غنیمت بدانید پیش از آمدن پیری. جوانی خیلی نعمتی بزرگ است که انسان کامل است، انسان زیبا است، سالم است، همه جانبه خوب است. اما وقتی آهسته آهسته لحظه های جوانی انسان از انسان میگذره، یعنی به 35 سالگی و 40 سالگی میرسه، در اعضا و بدن انسانیت چی پیدا میشه؟ دردمندی، ناقصی، کمبودی. گاگاه میشه انسان پاچه هاش در میکنه، سرش در میکنه، میانش در میکنه، یعنی کمبودی در اعضاش پیدا میشه. این مثال همون گلی هست که وقتی شکوف زیبا شد آهسته آهسته پژمرده میشود. جوانی هم این چنینه. عزیزان، از دوستای خدا میگن عزیزم این جوانی چون بهار است، غنیمت دان خزانش در کنار است. جوانی میرود باری دیگر نیست، رسد پیری جوانی را اثر نیست. جوانی را ببخش در راه معبود، تا بخش جوانی عاقبت سود. در راه خدا بخش، آخر جوانی تو را فایده ببخشه. میگه حالا یک حکایت دیگه هم هست که یک پیرمرد میگه روزی در خط راه برآمده بود، در بالای از سنگ در بر راه نشسته بود. بعد یک بچه کیاش دیدش، گفت پدر بزرگوار، گفت بابا جان، گفت شما چی گم کرده که در این سر راه برآمده، هر سه انتظار میکنه، جستجو داره؟ حضرت به نظم آورده میگه جوان گفت ای پیری دلاگاه، چی گم کرده که بنشستی در این راه؟ و ای پدر، ای پیرمرد گفت چی چیزا گم کرده در این سر راه و سراغ و به جستجوش برآمده؟ جوابش گفت پیری خوش تکلم که ایام جوانی کرده ام گم. میگه پیرمرد جوابش گفت روزای جوانی ما گم کردم، نمیامشون دست سراغشون. یعنی که جوانی یک باره و زد تیز میگذره. و این خاطر جناب پیامبر غنیمت بدان که در غفلت نگذره، در گناه و معصیت نگذره، در نافرمان برداری پرورد. جوانی رو در عبادت و بندگی بگذارن. جوانی رو حرکت که پاکیزه باشی، صالح باشی، بنده خوبی خدا باشی. وقتی انسانی جوان عبادت و بندگی میکرده، چقدر الله رب العالمین خوشحال میشیده، چقدر خرسند میشیده. میگه این جوان شهوت دارد، تنی سعادت دارد، زیبا هست، سالم است، همه را پس سر گذاشته عبادتی من اختیار کرده است. چقدر الله رب العالمین خوشحال میشه از جوان عبادتگر. با این خاطر برادر عزیز بزرگوار، یکم چیزی که پیغمبر بزرگوار برای ما تحقیق کردن جوانی است. دیمش وصیحتک قبل سقمک. دیم چیزی که پیغمبر ما را تحقیق کردن، گفتن که تنی ساعت سلامتی را غنیمت بدونه پیش از آمدن دردمندی. در اصل سلامتی خیلی نعمت بزرگی هست. اگر شما اهمیت داده باشه، حالت میشه که انسان یک سری انگشتش درد میکنه، که سرش درد میکنه، پاچه هاش درد میکنن، اما تمام اعضاش ناراحته، خوابش نمیبره، چی قدر بیخود میشود. و این خاطر تنی ساعت خیلی نعمت بزرگه. انسان متاسفانه امروز در حالت سلامتی در تنی ساعتش گناه و معصیت میکنه،
اما دردمندش بعد خدا میگه، بعد الله میگه، بعد وقتی خوابش نبرد جانش ناراحت شد بعد خدا در یادش میزنه. به این خاطر تنی ساعت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم غنیمت بدانه، در عبادت و بندگی خدا، در یعنی فرمانبرداری خدا تنی ساعت بگذرانه. و دیگرش جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه و فراغ که قبل شغلی، تن آرامی را، وقتهای آرام، یعنی تندرستی و آرامی تن غنیمت بدونه پیش از آمدن ناآرامی. همین جمله حدیث برادر عزیز چند ماه پیش ما در همین لحظه های کرانتین همین وبا دیدیم که حالت شد که نه دیگه ما جماعت ها داشتیم، نه دیگه نماز جماعت میخوندیم، نه جمعه میخوندیم، نه دیگر همدیگر بینی داشتیم، نه دیگر این چنین محفل ها در دلیا میشد که انسان بشینه. از همدیگر میگریختیم، از همدیگر میترسیدیم. این جمله حدیث ما در همین تجربه شد، در همین حالت دیدیم که پیغمبر گفتن وقتی آرامی را غنیمت بدان که ناآرامی میآید. ببین یک وبایی که دیدش نمیشه تمام دنیا را تشویش کرد، تمام دنیا را پریشان کرد، تمام دنیا را در خوف و خطر انداخت. و این خاطر جناب پیامبرتون آرامی را غنیمت بدان، یعنی از لحظه های آرامی تو استفاده ببرید، در عبادت و در اطاعت و فرمانبرداری پروردگار بگذارید. و سیمش و چهارمش و غناءک قبل فقری. جناب پیامبر گفتن چهارمین چیز دارندگی را غنیمت بدانه پیش از آمدن ناداری. مال بهترین نعمت پروردگار است. مال انسان را میتواند که به خدا برسونه. ما وقتی تاریخ های اسلامی میخوانیم حضرت ابوبکر صدیق هم مالش ابوبکر کرد. ابوبکر شخصیتی بود که تمام هستی و دارندگیش در راه خدا، در دین خدا، در نصرت و یعنی یاردم دین خدا صرف کرد. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، این چنین دیگر شخص یعنی انسان‌های سخاوتمند، جواد و کریم و بخشنده بودند که از روی مالشو بالاترین درجه را از خود کردن در درگاه خداوند. مال انسان یا ابوبکر میکنه یا ابو جهل میکنه. مال انسان یا خوشبخت میکنه یا بدبخت میکنه. به این خاطر مال این یک راهی است که میتواند که انسان به خدا برسونه و با میتواند که انسان بدبخت خار رسوا کنه. به این خاطر هر انسانی را که الله دارندگی داده است، مال داده است، حرکت کنه، مالش در راه درست صرف کنه، مالش ابتدا زکاتش ادا کنه. بعد از اون در مسجدهایی که مثال اونجا ساختمان است، یا اینکه طالب علم هایی که کتاب ندارن، یا اینکه محله هایی که یکو کمبودی آب دارن، کوپریکشون ویران است، جاها باغ کنن، یعنی صدقه های جاریه در جاهای یعنی مال صرف کنن که مال هم جوابگری سخت داشته در قیامت. در یک روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز قیامت پروردگار تمام انسانیت از 4 چیز میپرسه. یکی از اونها مال است. میگه مال تا از کجا به دست آوردی و مال تا در کجا صرف کرد؟ من اين اکتسب و فیها من انفق. میگه مال تا ای کدام کسب به دست آوردی؟ ای راه حلال یا از راه حرام؟ و مال تا در کجا صرف کردی؟ متاسفانه امروز مردم ما پروا را ندارن که مال اونا از کجا اومده است. ای راه حلال میآید یا از راه حرام؟ به این خاطر دارندگی و مال هم این خیلی یعنی نعمتی بزرگ است. ما امروز در جمعیت بعضی انسان‌های دارنده را می‌بینیم که نادار شده هستند، قرضیدار شدن، به یک کسل مبتلا شده هستند. با زانو زدن، بعضی از اونها کسل قند و بعضیشون کسل رگ و بعضیشون دیگرها کسل فشار. سببش چیه؟ سببش اینه که نعمت خدا در حیاتش نمیرسه. حال آیاتی که پروردگار تن لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. پروردگار میگه که شکرانه نعمتام به جا بیاره، من نعمت ما در حیات شما زیاد میگردانم، دوامناک میگردانم، اما اگر شما کفران نعمت کرده عذاب من بسیار سخته برای شما. در همین عذابی شدیدی که در برابر کفران نعمت، مفسران میگن آیا چیه عذابی سختی که خداوند در برابر ناشکری عذابی سخت گفته؟ مفسرین میفرمایند که عذاب سخت همین که الله همون نعمت از حیاتت میگیره. وقتی نعمت نعمت الله وقتی در حیاتت نرسید، برای تو عذاب شدید میشه، عذاب سخت میشه. و همین خاطر برادران عزیز و بزرگوار، این دارندگی هم خیلی نعمتی بزرگ است. جناب پیامبر گفتن پیش از آمدن ناداری، پیش از آمدن اون لحظه ای که فقط و فقط در یک سان تو را میپیچانند، غیر از سان دیگر چیز نمیبری، در اون لحظه تنها میمانی، تا اون لحظه را غنیمت بدون، یعنی دارندگی. الله رب العالمین در قرآن میگه و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. هر چیزی که پیش از خودتون برای آخرت فرستاده راه کرده، رفته در نزد پروردگار از خود میکنه. هر چی دادی در راه حق آن توست، آن چی میماند بلای جان توست. هر چی در راه خدا صرف کردی بخشیدی، همون برای آخرتی تر باقی میمونه. اون چیزی که از تو در دنیا میمونه و وارثا استفاده میکنن بلای جان تا. به چه خاطر؟ به خاطر در نزد الله میخیزی، پروردگار تو میپرسه
آیا جمع کردی کجا کردی؟ رب العالمین در آیت میگه خسرت دنیا و الاخره، هم ضرر دنیایی کرد هم آخرت. ضرر دنیا چه؟ فقط عذاب کشید، دوید، محنت کرد، راحت ندید و از دنیا دستی خالی رفت. و این خاطر برادر عزیز بزرگوار اینم یعنی دارندگی هم غنیمت دونستن در کار. و آخر جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم و حیاتک قبل موت، گفتن حیات غنیمت بدونه پیش از آمدن مرگ، پیش از آمدن اون لحظه ای که دنیا برات تنگ و تاریک میشه و اون لحظه ای که دنیا برات ماتم سرا میشه، اون لحظه ای که دیگر فقط تنها هستی، جای میروی که تنگ و تاریک است، جای میروی که خیلی خوفناک است، جای میروی که دیگر شریک رفیق در اوجا نداره. فقط اگر عملی صالح داشته باشی همون عملات برات دستگیر میشه. و همین خاطر برادران عزیز بزرگوار الحمدلله ما همه ایمان داریم و این باور داریم که مرگ حقه. بخواهی نخواهی یک روز از این دنیا میروی. برای روزی مردن انسان باید تیار باشه، آماده باشه. مرگ یگان کسی خبر نمیکنه کی به سراغت میاد. انسان دائم باید آماده و تیار برای مرگش باشه. حضرت عبدالله ابن عمر روایت میکنه که بچه یاش بود، امروز بچه‌های ما شوق و ذوق دارن، خونه‌های زمانوی ایران میکنن. حضرت میگه با شوق و با ذوق خانه میکرد، عمارت میکرد. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله اومد که حضرت عبدالله چقدر دلبستگی به عمارت سازی داره، با شوق و با ذوق خانه کرده. بچه یاش جوانه. جناب پیامبر میگه در آغوشش گرفت، بعد در کتفش آیسته زد، گویا بونه یک وای بچه حکم گفت کن فی دنیا کانک غریب، وای بچه‌م گفت در دنیا رنگی غریب باش، او عابر السبیل، یا مثل یک مردی راه گذر کن، قدر سختی بعد به دنیا دل نبند. یعنی از روی دنیا آخرت فراموش نکن، آخرت ویرانه نکن. حضرت عبدالله ابن عمر بعد از این نصیحت جناب پیامبر حضرت ما را نصیحت میکنه، میگه انسان ها میگه وقتی که سحر شد میگه انتظاری بیگه نداشته باش. وقتی به بیگه زدی با انتظاری سحر نداشته باش. هر لحظه را غنیمت بدون، هر لحظه را در ذکر یاد خدا بگذارم. با این خاطر برادران عزیز بزرگوار باید که ما و شما هم لحظه های عمر غنیمت بداریم. دوستای خدا میگن غافل مباش بنده که عمرت دوباره نیست. ذکر خدا بگو که از مرگ چاره نیست. در راه حق بکوش که فرصت غنیمت است، زیرا که روز مرگ به کس آشکارا نیست. هیچ کس روز مردنش نمیدونه. اگر انسان بدونه کدام روز میمره سرش از سجده والله نمیبرداره دیگه. بعضی انسان‌ها کسل‌های یعنی سخت وزنین میشن، وقتی دکتر طبیب برای او میگه که چند روز دیگر مانده است دیگه لبش از ذکر خالی نمیکنه، سرش از سجده نمیبرداره، چون که برای او از جانب بعضی طبیب‌ها خبر میشه که دردی تو طبابت نداره. به همین خاطر برادران عزیز بزرگوار ما باید همیشه آماده و تیار برای مرگ باشیم. همیشه لحظه های عمر غنی دنیا زراعتگاه آخرت ما های. هر انسان در همین دنیا آخرت یا آباد میکنه یا ویران. هر انسان در همین دنیا یا جنتی میکنه یا دوزخی. یکی عزیزای خدا را حکایت میکنن، میگه حضرت در خوابش شب خواب دید که دوزخ رفته، جهنم رفته. در دوزخ آتش نیست. سبحان الله. دوزخ رفته آمد میگه دید که در دوزخ آتش نیست. هر سو جستجو میکرد آتش پیدا نکرد. بیدار شد میگه وجودش میلرزید. نزد استادش اومد، استاد بزرگوار من خواب دیدم که دوزخ رفتم اما در دوزخ آتش نبود، آتش ندیدم در دوزخ. استاد میگه براش گفتی بله فرزندم، گفت در دوزخ برای تو آتش نیست. گفت هر انسان آتش دوزخ چه خودش از دنیا همراهش میبره. انم گناه و معصیتی که امروز میکنی انمی آتش میشه و گوده آخرت را میسوزونه. برای تو گفت بچم نیست در دوزخ آتش، چون که گناه نکردی، لحظه ها را در عبادت و بندگی خدا گذرونده. و این خاطر برادر عزیز بزرگوار لحظه های عمرمون غنیمت بدانیم. از این فتنه و فساد دنیا چقدر برحذر باشیم، چقدر حذر کنیم، حرکت کنیم، پاکیزه زندگی کنیم و از دنیا پاکیزه بریم. دوستای خدا میگن چو باید که همه در دل خاک رفت، خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت. خوشا به حال همون انسانی را که به دنیا را پاکیزه میآید، پاکیزه زندگی میکنه و آخر پاکیزه میره. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله میگه ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله پاکیزه هست، غیر از پاکیزه که دیگه از بنده هاش قبول نداره. اگر ما پاکیزه نباشیم الله رب العالمین ما را در بندگیش قبول نمیکنه. و این خاطر برادران عزیز بزرگوار حرکت کنیم. این حدیث جناب پیامبر برای ما یک درس بزرگی باشه. لحظه های عمر غنیمت بدونیم. پروردگار بزرگوار این خیر احسان به درگاهش قبول بگردانه. خدای برادر بزرگوار و غریق رحمت شایسته جنت بگردان. ثواب این امر معروف و نهی منکر، ثواب این خیر احسان، ثواب این تلاوت ها را به روح این برادر بزرگوارمون برسان. پروردگار قبرش رو باغی از باغهای جنت بگردان، روحش رو شاد بگردان. پروردگار برای اهل و بشر و صبر جمیل ثواب بزرگ نصیب بفرما. پروردگار این جمعیت ما را هر چیزی که رضای خود دست برای ما نصیب بگردان. از قهر غضب ما را در حفظ امان نگه
نگه بدار. پروردگار خاتممون به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین. شما دیگه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز، حاضران محترم، شکر خداوند خوب و مهربان را که برای ما و شما این لحظه بهترین لحظه حیات را نصیب گرداند. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارکش می‌فرمایند که بهترین لحظه حیات برای انسان اون لحظه هست که در یک محفل، در یک مجلسی که اوجا یاد خدا اوجا حاضر شد. بهترین لحظه حیات انسان در دنیا در محفل و معرکه امر معروف و نهی منکر است و بهترین لحظه انسان در آخرت وقتی دیدار پروردگار است. الحمدلله که امروز خداوند برای ما بهترین لحظه حیات نصیب گرداند. چرانکه که همه میدونیم این شب و روز این لحظه هایی که ما قرار داریم شب و روز و لحظه های ماه مولود جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم است. اصل جناب رسول الله در بالای ما اومد سه حق داره، بلکه حق ها حق واجبه هستند. برای هر یک امت واجبه که این حق ها را بجا بیاره. یکمین حقی که جناب رسول الله در بالای ما داره معرفت، یعنی شناختن پیغمبر. ما جناب رسول الله را باید به خوبی بشناسیم، و تاریخ حیاتش و شخصیتش و قدر و مقام و فضیلت و مرتبه که داشت ما باید آشنا باشیم. تا انسان اگر نشناسه انسان قدری او شخصیت دونستن نمیتونه. و این خاطر یکمین حقی که جناب رسول الله در بالای ما داره ما باید که جناب رسول الله را به تاریخ حیاتش آشنا باشیم و مقام و قدری که فضیلت و حرمت و مرتبه که او داره باید ما اونها را بدونیم. و دویم حق جناب رسول الله در بالای ما محبت ہے، دوستداری جناب رسول الله. باید که ما ای همه هستی دنیا بالاتر جناب رسول الله را دوست بداریم. بعد ای محبت و دوستداری پروردگار برای هر یک بنده، برای هر یک انسان محبت و دوستداری جناب رسول الله. و سوم حقی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در بالای ما داره اطاعت. باید که ما جناب رسول الله اطاعت کننده باشیم و گفته‌هاش باید زندگی کنیم، موافق سنت‌هاش باید عمل داشته باشیم. و حدیثی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آخرین لحظه های حیاتش برای ما امتی که او را ندیدیم و بعد او به دنیا اومدیم، حدیث ان شاء الله که دوباره شما میخونم بعد از اون در وصفش صحبت میکنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالت سکرات موت بودن، در حالت بیماری، آخر لحظه های حیاتش بودن. اون اصحاب، اون صحابه هایی که در کنارش بودن به سوی اونها گفتن که اقرئوا منی السلام علی من تبعنی علی دینی لیوم. جناب رسول الله گفتن که امتهایم که بعد از من به دنیا را میآیند و من نمیبینن برای هر یک قدم اونها از نام من سلام بگی. ای نام من سلام بگی اونها را از امروز الی یوم القیامت تا روز قیامت. یعنی که جناب رسول الله این نشانه مهربانیش میکنه که برای ما امتی که انا بگیم پیروش هستیم و اطاعتگرش هستیم، برای ما جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینه که حتی وقتی مردنش چیکار کرد، ما را دوست داشت و ما را فراموش نکرد. که حضرت مولوی هم همون حدیث به نظم آورده که جناب رسول الله گفته که شنو گفت ای فلان حرفی نهانم سلامم را رسان بر امتانم. جناب رسول الله گفت سلام من به همه امتیم که بعد می آید، به همه هر یک کدام اونها را ای نام من سلام کرد. محمد گوی مشتاق شما بود که شد وابسته دام عجل زود. هر یک کدام شکی جناب رسول الله امید داشت، آرزو داشت، مشتاق بود که هر یک امت شبو بینه و
با اونها ملاقات کنه و با اونها صحبت کنه، ولی هزارها افسوس که وابسته دام اجل شد. که بودش آرزوی روی امت، دریغا که ندادش مرگ فرصت. جناب رسول الله آرزو داشته، تمنا داشته هر یک امت شو ببینه، اما هزار افسوس مرگ برای او چیکار کرد؟ فرصت نداشت. برای هر یک کدام ما و شما باید که جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دوست بداریم، اطاعتگر باشیم، امتی خوبه باشیم، پیروی خوبه باشیم. چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم روح جناب رسول الله ای ما امت خجالتمند و غمگین و خفه نباشه. حرکت کنیم به پیروی ای سنت، به دوستداری و محبت مو روح پاک جناب رسول الله را شاد بگردیم. فقط اکن اون وصف تعریفی که خداوند در وصف ای حبیبش در قرآن کرده است کمی در او بارها صحبت کنیم. اصل نگاه کنیم هر وقتی که جناب رسول الله بدبختای مشرک ها و اون کافرای دورش وقتی که آزارش میدادن، یگان طعنش میکردن، خداوند خودش زبا ای بالای عرش به کام و زبان جواب اونها را خودش میگردون. پروردگار میگفتن لست مرسلا، میگفتن تو پیغمبر نیستی، ما تو را باور نمیکنیم. مشرکا و نزدیکا و کافرایی که زمانش بودن وقتی میگفتن تو پیغمبر نیستی باور نمیکنیم، پروردگار اینا در سوره یاسین و القرآن الحکیم اینک لمن المرسلین، قسم به یاسین، قسم به این قرآنی که همش علمه، اینک لمن المرسلین، ای محمد تو پیغمبری. اگه پی اینها تو خفه نشه، اگه پی اینها تو غمگین و ناراحت نشه، تو پیغمبری بر حقی. اگرچه اینها بگن که تو پیغمبر نیستی، تو اینها را گوش نکن، تو پیغمبری. یا در جای دیگه میگه محمد رسول الله، خداوند در قرآن این محمد میگه فرستاده شده الله. این آیت ها ردی همون گفتار همون مشرکا هم وقتی میگفتن که تو پیغمبر نیست، خداوند میگه که تو اینها را اهمیت ندی. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفی بالله شهید. و پروردگار میگه من خودم برای شاهدی بدن که تو پیغمبری بسنده ام. اگر همه مردم باورتم نکنن، من خودم بسم که شاهدی میکنم من خودم که تو پیغمبری بر حق. جناب رسول الله میگه من غمگین بودم، خجالتمند بودم، زیغ بودم که اینا باورم نمیکردن. وقتی خداوند گفت من خودم بسنده ام برای شاهدی پیغمبریت، میگه سرم عرش در بالا شد، سرم به چنان بلند شد که پروردگار میگه من خودم بسم برای شهادتی پیغمبر بودنیت. ببینه جناب رسول الله چه فضیلت و مقامی بلند داشت. یا میگفتن که محمد این دروغگوی کاذبه، میگفتن دروغگوی. پروردگار چه جوابشو گردون؟ گفت و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. خداوند گفت محمد یگان سعی پیش درنگ شما دروغگو نیست، سعی پیش خودش چی نمیگه، هر چیزی که گفت گفته های ما را برای شما میرسونه. میگه چی خداوند چقدر پیغمبر شه چیکار میکرد؟ دل برداری میکرد. یا وقتی که فرزنداش مردن، مشرکا گفتن که محمد ابتر شد، دم بریده شد، بعدی رفتنش دینش ای بین میره و نامش دیگه باقی نمیمونه. وقتی کودکاش بچه‌هاش میدهک مردن، طعنه زدن جناب رسول الله را، زیغ شد، غمگین شد. میگه وقتی که اون ملامت و طعنه مشرکا جناب رسول الله را دلگیر کرد، غمگین کرد، میگه خداوند جواب اونها را گردون. استعیذ بالله گفت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ای محمد صلی الله علیه و آله گفت من برای تو حوض کوثر دادم که حوض کوثر خاص برای پیغمبری ما. حوض کوثر جناب رسول میگه چی حوضه؟ میگه وقتی انسان ها در صحرای قیامت ای حساب و کتاب خلاص میشوند، در اون حوض کوثر میبرن، سر بدنشون میشوند. وقتی میگه سر بدن اونها را شوشتن، وقتی در اون حوض کوثر درمدن بیرون شدن، تمامی خستگی و رنج عذابی که در گور دیده بودن در قیامت کشیدن در دنیا هم ای خاطرشو فراموش میشه. میگه وقتی ای آب حوض کوثر میخورن، میگه حیات دارن، دیگه تشنگی را نمیبینن. گویا محمد من برای تو حوض کوثر دادم، فصل لربک وانحر، تو برای من نماز بخوان و قربانی که این نشانئک هو الابتر. این بدبختایی که گفته ایستادن که تو دم بریده شده، یعنی نسل تو قاقشید، ریشت قاقشید، من اینها را چون دم بریده میکنم تا وقتی که دنیا هست، ذریه تو، نسل تو، اولاد تو در دنیا باقی میمونه.
اما این گروه دیگه باقی نمیمونه، اینها خودشو دنبالیده میشن. اینا نگاه کنه الحمدلله ما در دنیا سیدزاده ها داریم، ایشان ها داریم که اولاد پیغمبرمون هستن، اما او گروه ابو جهلی ها و عتبه و شیبه و ربیعه و شخصیت هایی که در قصد نابودی جناب رسول الله بودن امروز نام و نشان موندگی نیست. یگان قبیله و گروه نمونده است که مردم میگن همین گروه ای گروه ابو جهله، چون که پروردگار خودش چیکار کرد؟ اینها را من خودم داد ببینم. یا اینکه جای دیگه وقتی مشرکه ها سوالش دادن، وقتی هر وقتی که ای جناب رسول الله صلی الله علیه و چیزی میپرسیدن، رسول الله ای پیش خودش جواب نمیگفت، منتظر می ایستاد که خداوند چی جواب میگردونه در سوال اینها. چند مدت میگه جواب نه آمد. این بدبختای مشرکا گفتن که این محمد خداش ترکش کرده است، پرتافته استش، دیگه سراغش نمینه. وقتی این کلمه رو میگه در حق جناب رسول الله گفتن، رسول اکرم صلی الله علیه و با غمگین شد، با زیغ شد. خداوند با قسم قطعی در سوره والضحی جواب اونها را گردون. والضحی واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الى آخر سوره. خداوند گفت قسم به چاشگاه، قسم به ابتدای روز و قسم به شب که دنیا تاریک می شود. اینجا قسم به قدرت و بزرگی و توانایی خودش خداوند میگه قسم به همون ذاتی که توانایی که همین شب تاریک با روشن میکنه، یا قسم به همون توانایی همون خدای بزرگی که روز روشن شب میاره تاریک مینه. قسم به بزرگی همون ذات که ما ودعک ربک و ما قلی. یگان لحظه پروردگار تر ترک نمیپرتاید، ای ترو نمیگردونه، تر دشمن نمیگیره، تر فراموش نمینه، تزیق نشه. ما ودعک ربک و ما قلی وللآخرة خیر لک من الاولی. مفسران میگن این آیت خبری بزرگی و بالا مرتبگی جناب رسول الله بیان کرده است که خداوند میگه که ای محمد هر لحظه ای که برای تو آینده میشه برای تو بهتره ای روزها. بعضی مفسران میگن که آخرت یعنی مقصد زندگی آخرت برای تو ای زندگی بهتره که ای همه بالاترین مقامی ته. در اصل که نگاه کنه که امروز 1444 سال شد بعد تولد جناب رسول الله، الحمدلله امروز نومش هسته برای او بهتر شده که همه دوستش میدارن. ما نادیده الحمدلله همه عاشقش هستیم. ما خود تو را ندیدیم، نامی خوشت شنیدیم، دینی تو برگزیدیم یا مصطفی محمد صلی الله علیه وسلم. امروز الحمدلله همه مؤمن و مسلمان او را عاشق شده، در حق دیدار شده. یا رب حوثی مدینه دارم، داغ بدرون سینه دارم. مردم عاشقان که حج بران، زیارت رسول الله بران، در کنار روزش بگن الصلاة و السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله بگن. همه امت الحمدلله عاشقی جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. ولسوف یعطیک ربک فترضی. پروردگار گفت که ای محمد برای تو همون قدر مقام و قدر بلندی میتیم که هر چیزی که دلت میخواه برای تو میتیم تا اینکه تو من راضی شی. من ترای خودم راضی میگردونم. ببینید که پروردگار در برابر طعنه و اون گپ‌های بد مشرک ها برای دلبرداری جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن‌ها گفتن. یعنی که جناب رسول الله شخصیتی بود که هر وقتی که مشرک ها طعنش میدادن یا آزارش میدادن یا اگه پسخ در حقش میگفتن، خداوند برای تسلای دلش، برای دلبرداریش یک آیت نازل میکرد، جواب اون بدبختا رو میکرد. یعنی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شخصیت خیلی بزرگی های که در سوره والضحی در آخرش پروردگار میگه که و اما بنعمت ربک فحدث. این نعمت، این قدر و مرتبه و حرمتی که من برای تو دادم، اینها را برای مردم بگو، مردم بفهمون، تا تو را بشناسن تو کی، چی مقام داری، چی قدر داری. حضرت آدم علیه السلام 1000 سال پیغمبری کرد، شیسی بچهش 800 سال پیغمبری کرد، حضرت نوح قریب 1000 سال، دیگه پیغمبرها 400 و 500 و 600 سال پیغمبری کردن، یگان تش خداوند معراج نبرد. جناب رسول الله را در یک ای شبها وقتی ای بالای عرش نگاه کرد که جناب رسول الله غمگینه، ناراحته، خیلی حالت سختی داره. جبرائیل گفت برا
دوستی من به نزد من دعوت که مهمونی بیار. که در دوام 23 سال پیغمبریش گفت نزد من مهمانیش بیار تا با هم دیگر درد دل بگیم، با هم دیگر صحبت کنیم. جبرائیل علیه السلام آمد، داملا هم دین دیاد منداخته بودن، میگه آمد جناب رسول الله چشمهاش پوشیدگی بودن، چشمها پوشیدگی بودن. میگه جناب رسول الله در فکر بود، در غم، که این وظیفه بزرگ پیغمبری آیا من میتونم بجا بیارم یا نه؟ مردم باورش نمیکردن، میگفتن تو دروغگوی، جادوگری. باورش نمیکردن. ای غمگینی زیقشه به چی خاطر خداوند معراجش برد؟ تا اینکه پروردگار او را بفهمانش، دل بردارش کنه که تو غم نخور، تو زیق نشه، اختیار همه در دستی منه. وقتی میگه جبرائیل اومد جناب رسول الله چشمها پوشیدگی در فکر بود. جبرائیل علیه السلام میگه دلش نشید که جناب رسول الله را بیدار کنه. فکر کرد خوابه، اما خواب نبود جناب رسول الله. حضرت جبرائیل بعضی ها میگن زبرجد، بعضی ها یاقوت، بعضی ها با یک چیزی قیمت بها که اونها سنگن. خداوند همون چیز خلق کرده که اصل سنگ خنک میشوه. میگه حضرت جبرائیل اومد دید که جناب رسول الله چشماش پوشیدگی، گفت من هیچ خیل بیدار کنم. هرچی هم فکر کرد، بعد میگه در فکرش اومد گفت که بیایم سرم در کف پاش بشکم. پاری سرم در کف پاش بشکم، جسم و بدن انسان گرمه، ای خاک شده، خاک گرمه. وقتی میگه جبرائیل علیه السلام وقتی سرش میگه در کف پای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم شکی، جبرائیل میگه جناب رسول الله شما شاید کرد که جبرائیله. و جبرائیل چیکار میکنی؟ تو بهترین پیغمبرای، بهترین ملائکه‌های، اشرف ملکی، چی رنگه که من بهترین انسان‌های، تو بهترین ملائکه‌های، برای چی سرت در کف پایمون میشکی؟ میگه جبرائیل گفت یا رسول الله، گفت قسم به عظمت و جلال الله، تا این لحظه را من این مقام قدر من نمیدونستم. نه ای تو فهمیدم. وقتی میگه سفر ورمدن در این معراج و مقام شرس جبرائیل علیه السلام، گوی پروردگار محمد چی میگه؟ چی میگه؟ گو میگه تو بهترینی ملائکه های. خداوند گو ای جبرائیل، تا وقتی که سر در قدم محمد نرسیده بود بهترین نبودی. اما لحظه که سر تو در قدم او رسید، اما خاک قدم اون تو را به هم مقام رسوند. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی میگه معراج رفتیم، سدرة المنتهی تیارشوی آسمان بود. تیارشوی آسمان بود. میگه جبرائیل قطعی همراهی و جبرائیل صحبت میکرد. میگه ولقد رآه بالافق المبین. در قرآن همی آیت دلالت میکنه حالت. میگه وقتی دام بالا بودیم، بعد میگه من صحبت کرده ساده بودم، میگه آواز شلفه پای جبرائیل خاموش شد. میگه دیگه احساس کنم که جبرائیل در کنارم نیست، همراهیم نیست. بعد میگه گشتم گفتم که یا اخی جبرائیل این انت؟ ای برادرم، ای جبرائیل تو گجا شدی؟ اف بهذا المکان و فی هذه الحال یترک الخلیل و خلیله. آیا در این مکان در این حالت دوست میپر تو یا؟ میگه وقتی با جبرائیل علیه السلام صحبت کردم، جبرائیل گشت گفت که حبیبی محمد، ای جانی من، ای دوستی من، ای محمد، اینک لو عمرت اعترفت. او اگر تو رفتن بگیری رفتن میگیری، اگر سر راه تو نمیگیره، چند بالاش درها در روی تو پوشیدن میگیرن، کشاده شدن میگیرن. ولکن اینی لو تقدمت احترقت. نه که قسم به عظمت جلال خدا، اگر من یک قدم دیگه بالا بمونم، ای نور خداوند همه بالا پرم میسوزه و خاکستر میشه. من گفت دیگه حق ندارم، اوسش حقیقته. اگر تو رفتن بگیری رفتن میگیری، اما من دیگه قوتی بالا رفتن. حضرت میگه جبرائیلت مانده و خود ره به بالا کرده، جنت و عرشی اعلا برتگی پا کرده، جمله کرومیان را مست و شیدا کرده. وقتی میگه جبرائیل علیه السلام گفت که رفتن بگیری رفتن میگیری، من قدم بزنم خاکستر میشم. جناب رسول میگه گشتم نگاه کردم، جبرائیل میگه با روایت 40 برابر، با روایت 70 برابر ای دنیا کلام بود. میگه جبرائیل وقتی دید، میگه با چی خاطر خداوند او بالا جبرائیل نشون داد؟ و محمد انمی جبرائیل به همه مشرکا را بسه. چرنگه قوم لوط یک طبق زمین قط چپش کرد، قوم صالحه هلاک کرد، قوم لوط تای آمان، انمی جبرائیل بسنده تو احساس نکه زیق نشه که طاقه زورت نمیرسه.
انا جبرائیل بسته. یعنی که خداوند در یک حصه شب جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به نزد خودش به بالا را معراج برد، به مهمانی دعوتش کرد. فقط درباره مقام خودش میگه وقتی که با خداوند ملاقات کرد و پروشید، بعد پرسید گفت اللهم اتخذت ابراهیم خلیل، و پروردگار ابراهیم علیه السلام برای خودت خلیل گرفتی، دوست گرفتی. مقام خلیلی، مقام دوستی، بعد امتحان و سنجش های سخت را در دوستیت قبول کردی، خیلی قدر بلندش دادی، حرمت و مرتبه بلندش دادی. و موسی کلیم و حضرت موسی را به خودت کلیم گبزن گرفتی، در کوه تور میرفت به واسطه جبرائیل راستکی به تو صحبت میکرد. حضرت داوود آهن در اختیارش داده که میخپی به دستش ملایم میشید. حضرت سلیمان باد و هوا و شمال در اختیارش داده. و احییت لعیسی الموتی، برای حضرت عیسی مرده ها را زنده کردی. و ماذا جعلت لی، برای من چی داده؟ قدر و مقام و مرتبه من چیه؟ میگه وقتی که جناب رسول الله خداوند پرسید، پروردگار گفت حبیبی محمد، گفت ای دوستی من ای محمد، گفت اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کله، آیا گو ای همه بهتر بالاترش برای تو ندادم؟ الا ذکرت الا ذکرت، آیا در هر جایی که نومی خدمت آوردگیم در برابرش نومی تو نیست؟ در هر جایی که لا اله الا الله در دوامش محمد رسول الله نیست؟ در بالای عرش لا اله الا الله محمد رسول الله، در بالای درهای جنت لا اله الا الله محمد رسول الله، در برگهای درختهای جنت لا اله الا الله محمد رسول الله، در اذانها اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، در خطبه ها الحمدلله الصلاه و السلام علیک یا رسول الله، همه حاله در قرآن اطیعوا الله و اطیعوا رسول الله، همه جا بعد نام پروردگار نام جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و رفعنا لک ذکرک، پروردگار گفت بچنان نام تو را آوازش بلند میبردارم که کسی که به دنیا را اومد نام تو را ناشنیده علاج نداره که ای دنیا بره، نام تو را همه میشنوه. این فضیلت و مقام خداوند برای جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داده. یعنی که خداوند ما را خیلی دوست داشته است که همون تا پیغمبر بزرگ امتش گردوندگی ای. باید که ما به قدر این نعمت هم برسیم. حضرت موسی اکاج مرحمت کنید، شما مرحمت کنید. حضرت موسی علیه السلام میگه یک روز در کوه تور وقت به خداوند صحبت میکرد، گفت ای پروردگار، گفت من در این تورات میخونم که یک امت، یک گروه انسان به دنیا را میآیند که هر دعایی که کنن تو دعاشون قبول میکنی. ای پروردگار گفت همین امت من بگرد. زمان پیش میگه دعای خاصی پیغمبرها بود، فقط پیغمبر حق دعا کردن داشت. ای پروردگار همین امتی که هر امت در هر جای دعا کنه دعاش قبول مینی، امتی من بگردون. میگه خداوند گفت ای موسی، گفت امتی محمد ای پروردگار یا امت به دنیا را میاد که در هر جای نماز بخونه نمازش قبول میکنی. زمان پیش در غیر مسجد عبادتگاه در دیگه جا نماز رخصت نبود، اجازت نبود، مردم نمیتونست که در خانهش در سر زمین در بازار در هر جا نماز بخونه، فقط خاص برای عبادت مسجد بود. ای پروردگار همین امتی که در جای عبادت کنه قبولش مینی امتی من بگردون. میگه خداوند گوی ای موسی، گوی امتی محمد گوی پروردگار گوی امتی را وصفش میخوانم که حقی خودت زکات برای اونها اجازت میتی استفاده بردن شه. پروردگار همین را امتی من بگردون. زمان پیش میگه زکات هر انسان بایها وقت زکات جدا میکردن در یک بلندی میموندن شو ای دوری نگاه میکردن، وقت خداوند زکاتشون قبول میکرد میگه اون چیز خود ای خود در میگرفت میسوخت. اگر قبول نمیکرد میگه اون تا می استاد بعد صاحب زکات میگه چند وقت گریه میکرد دعا میکرد که ای پروردگار من گناهامو ببخش، این زکات ما قبول کن. بعد خداوند گناهش میبخشید، میگه بعد چیکار میکرد؟ زکات چه قبول میکرد. گوی پروردگار یا امتی را میاره که زکات برای او درست میشه، همین را امتی من بگردان. میگه خداوند گفت که ای موسی، گو ای امتی محمد گفت. میگه در آخر امت خون گوی پروردگار یا امتی به دنیا را میآید که در روز قیامت 70,000 به حساب جنت میروه، حسابشون نمیکنی بپرسیش جنتشو میدراره، همین را امتی من که. میگه خداوند گفت که امتی محمد. وقتی این قدر و مقامه میگه حضرت موسی در تورات خون، بعد گفت که ای کاش که ای پروردگار من کلیم نمیکردی، موسی کلیم الله نمیکردی، یا امتی محمد میکردی. این قدر و مقام و مرتبه به این امت داده، من ای بیخبر بودم.
روز حضرت موسی میگه صحبت میکرد، گفت پروردگارا، گفت وقتی که من با تو صحبت دارم صدا تا بی یگان شک شنیده سودم، در بین ما یگان خبربر خبرآر نیست، جبرائیل نیست، به واسطه جبرائیل راستکی صحبت داره. من فکر میکنم که ایمن در بنده نداره که به ذات تو قریب باشه. و ای پروردگار یگان بنده داره که نسبت به من به تو در قریب تر باشه. میگه خداوند گفت که ای موسی، گفت در آخر زمان حبیب من محمد به دنیا را میارم. امتهای او گفت برای اونها 1 ماه روزه گیری را فرض میگردون رمضان. وقتی روزه میگیرن گفت روزی رمضانشون به ویگه میرسونن، وقتی افطار کردنشون میشوه یا لقمه را در دستشون میگیرن، انتظاری میکشن که کی وقت افطار میشوه. وقتی که وقت افطار رسید بعد میگن که اللهم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. پروردگارا من برای تو روزه گرفتم، با گفته تو باور دارم، توکل ما به تو سپاریدم و این رزق دادگی تو من افطار میکنم، روزم میشکنم. گوه ای موسی، این لحظه که من به تو صحبت دارم در بین من خودت 70 پرده های، اما وقت افطار کردنش در بین من امتی محمد فقط تنها یک پرده های. خلاص اگه خودت گو خلاصه تبرار بین من و تو 70 پرده، بین من امتی محمد تنها یک پرده های. خلاص در دیگه حدیث ها میاد جناب رسول صلی الله علیه و میگه وقتی خداوند حضرت جبرائیل خلق کرد، جبرائیل علیه السلام میگه در 40,000 سال 2 رکعت نماز خون، و خاطره که شکرانه ای که خداوند او را خلقش کرده است. 20,000 سال 1 رکعت، 20,000 سال 1 رکعت، بسیار نماز طولانی دراز. وقتی نماز تیار کرد میگه دعا کرد، گفت پروردگارا یگان بنده داری که به اندازه من تر عبادت کرده باشه، تا عبادت زیاد وقتی دراز. میگه خداوند گشت گفت که ای جبرائیل، گفت من تو را و تمامی هستی دنیا را به خاطر یک شخصیت خلق کردم، نامش محمده صلی الله علیه و سلم. گفت امتی او در آخر زمان به دنیا را میاد، عمر کوتاه داره، 60 سال 70 سال عمرش. در اندک وقت برای من 2 رکعت نماز میخونه، همون 2 رکعتی که میخونه پرای کمبودی های، پرای سهو و خطا های در نماز، فکرش در کار دنیا های، نمازش به زوری میخونه، مجبوری میخونه. گو ای جبرائیل به خاطر حبیبم، به خاطر محمد، گفت همون 2 رکعت نمازی امتی او که پرای کمبودی های 40,000 ساله تو بهترش میدونم. گفت همون 2 رکعت نمازی پرای کمبودی را 40,000 ساله عبادت تو بهتر میدونم. یعنی ببینه که خداوند چی مقام، چی قدر برای ما داده است. باید که ما با قدر این نعمت ها برسیم که خداوند این قدر مرتبه و مقام برای دیگه امت ها نداد و دیگه پیغمبرها را نداد. الحمدلله که خداوند خودش ما را در قرآن تعریف میکنه، وصف میکنه، میگه کنتم خیر امت اخرج للناس. ای امت های محمد شما فخر کنید، میگه شما بهترین امت در بین تمام امت های گذشته. 124,000 امت گذشتگی های، در بین 124,000 امت میگه ای امت های محمد شما بهترین امت هستید. در شب معراج وقتی جناب رسول الله با خداوند صحبت میکرد، گویا پروردگار من بهترین پیغمبرها، امتم بهترین امتها، چی سبب ای که امت من در آخر دنیا به دنیا را آوردی و برای چی که برای امت من عمر کوتاه دادی. میگه خداوند گفت که ای حبیبم، گفت ای محمد، گفت امتی تر در آخر دنیا به دنیا را آوردم که چی کم در خاک خواره و در گور کم خواره، وقتی که بندگی کرد اندک وقت بزگره و ایس قیامت شو و در حال با او را در جنت بدرارمش. نباشه ای دور حضرت آدم و نوح میبودی ولی 4-5 هزار سال شد که این لحظه در خاک خواب بودی و عمر کوتاه دادم برای امتت که در دنیا کم گناه کنه، در دنیا گناهی کم کنه. ببین که خداوند مهربانشه. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که اهل الجنت 20 و 100 صف 80 من هذه الامه. میگه در روز قیامت جنتی ها 120 صف میشوند. اگه خداوند عددی و را خودش میدونه، میگه 80 صف جنتی ها امت های منن. 120 صف 80 تاش امت های منن، 40 صف دیگهش امت های دیگه پیغمبر ها. نگاه کنه که چی مرتبه و مقامی بلند. یا در حدیث دیگهش میگه ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. میگه جنت درمدنش حرامه برای تمام پیغمبرها حتی که من ندارم. میگه و حرمت علی الامم کلها حتی تدخلها امتی.
میگه برای تمام امت گذشته در مدن جنت حرامه تا امتی من در اون درآید. ببینید فضیلت و مقام و مرتبه خداوند برای ما داده است. باید به قدر ای برسیم، شکرانش به جا بیاریم. جنت برای حتی در آیتی که در سوره وضحا خونده ولسوف یعطیک ربک فترضی، خداوند گفت در برابر گناهکارای امتت ای محمد گفت رای خودم راضی میگردون، چنده که شفاعت کنی کدومشه که بخواهی من ای دوزخ خلاص مینم به سبب شفاعتی تو. میگه جناب رسول الله را پرسیدن که در کدام حالت ای پروردگار راضی میشه؟ گو ان لا ارضا و واحد من امتی فی النار. گو من ای پروردگار راضی نمیشم اگر یک امتم در دوزخ بمونه، اگر یک امتم در دوزخ بمونه. گو من ای پروردگار تا آخرون گناهگار امت مگو ای دوزخ نگیرم من جنت نمیرم. ببینید دلسوزی جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی در روز قیامت جبرائیل میگه ای خاک میخیزونش، میگه قم یا حبیب الله، قم یا صفی الله، ای حبیبی خدا، ای صفی خدا، ای نبی خدا بخی ای خاک. میگه جناب رسول الله نمیخیزه. بعد خدا میگه ای جبرائیل او را به این نما فریاد نکن، او را بگو که بخی ای غمخوار گناهگارا، قم بگو یا شفیع المذنبین، ای دلسوز غمخوار گناهگارا بگو. میگه وقتی حضرت جبرائیل میگه ای شفیع ای غمخوار گناهگارا، جناب رسول الله میگه ای خاک میخیزه، خاک ها ای ریش ای رخساره هاش میریزه، میگه هر سو میکاوه. جبرائیل میگه چی میکاوی؟ میگه امتام در گجاهند، من در خاک خواب بودم خداوند به امتای من چی کرد، اونا را گجا برد، اونا همش امید شفاعتی من نداشتن. و میگه جبرائیل میگه قسم به عظمت و جلال الله یکمین شخصیت ای خاک خسته است امتات همه خواهند. میگه جناب رسول الله میگه ای جبرائیل میگه قسم به عظمت و جلال الله میگه امروز میون من محکم میبندم از قفای کار بار گناهگارای امت میشه. ببینید که چی پیشوای دلسوز در روز قیامت تمام پیغمبر میگه نفسی نفس ای پروردگار خود ما خلاص کن. حتی حضرت ابراهیم میخسته میگه که الهی ای پروردگار میگه انا خلیلک ابراهیم، من دوستی تو من ابراهیمم، در دنیا با مقام خلیلی رسوندیم، در آخر گفتی سلاما علی ابراهیم، ای ابراهیم تو به سلامتی رسیدی که ای امتحان من سلامت گذشتی، من همو ابراهیمم، لا اسالک الیوم اسحاق ولا اسماعیل، من امروز اسحاق اسماعیل بچه ها ما ایتو نمیپرسم، خود ما عذاب خلاص کرد. پروردگار میگه خلیلی، میگه ابراهیم هل رأیت خلیلا یعذب خلیله، میگه ابراهیم اگان دوست دیده که دوست عذاب داده باشه؟ میگه پروردگار قهر غضب تر دیدم دوستی خود فراموش کردم. تمام پیغمبرها حضرت یعقوب میگه پروردگار هم یوسفه که ای داغش سوخت و مکور شدم، هم یوسف امروز در کارم نیست، خودش میدونه جواب گویش خود ما خلاص کرد. تمام پیغمبر میگه که نفسی نفس، ای پروردگار نفسی خود ما خلاص کرد. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گریه کرده میخسته ایجاش می اومده به نزد عرش پروردگار سر در سجده می اومده با چنان میگه میگریسته که ای گریه جناب رسول میگه عرش و لوح و قلم همه در گریه میزدن، جنت و دوزخ همه در گریه میزدن، میگه در لرزه میزدن. حتی میگه عرش میگه که ای پروردگار این محمد چیزی میگه بتیش که گریه ای دلهای ما را پاره پاره کرد، دیگه طاقت شنیدن گریه را نداره. جناب رسول الله میگه که ای پروردگار میگه من امروز رنگ دیگه پیغمبرها نفسی خود من نمیپرسم، من ای امتها میپرسم، امتها ما ای عذاب خلاص کن. بعد خدا میگه که حبیبی محمد، میگه ای جانم ای محمد، میگه ارفع رأسک، سرت بردارک، سرت بردار سجده، دیگه گریه نکن، بردار سرت. قل یسمع، بگو چیزی میگوی گوشت میکنم، سل تعطى، بپرس چیزی میپرسی برای تو میتونم، و شفاعت و شفاعت که امروز شفاعت کنندتی. وقتی همه را حساب کتاب میکردن میگه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم همراهی دیگه پیغمبرها و مؤمنها میبردن در جنت داخل میکردن. یک گروه گناهگارای امت خداوند برای نشون دادن که اگر همین پیغمبرتون نمیبود حال شما بود چی بود، عذاب شما چی بود، دوزخ میبرده. بعد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنت داخل شدگان قطع حضرت آدم علیه السلام و حضرت نوح دیگه پیغمبرها در گیردش میگه جناب رسول در یک تختی بلند نشسته، حضرت آدم در طرف راست، حضرت نوح در طرف چپش، در حدیث میزگره. بعد میگه در همین حالت حضرت جبرائیل با پل صراط میگذره، نگاه مینه که یک گروه گناهگار امت در عذاب در دوزخ. بعد اونا میگفتن که ای جبرائیل برای حبیبی ما را، پیغمبری ما را، ای حالتی ما خبردار که ما در دنیا با امید شفاعتی او بودیم، خودش رفته است در جنت در راحت، ما در عذاب میجا، برای خبر که حال ما را برای پیغمبرمون.
میگه جناب وقتی جبرائیل میرفت از در جنت میدر که جناب رسول الله در سرش یک تاج نور موندگی، حضرت نوح در یک پیمانه جنت میگم شربت های جنت ریختگی داده شد در دست شمت ناخورده عالی. بعد جبرائیل میگه که ای محمد تو در عیش عشرت در خوشحالی اومد در عذاب. میگه وقتی جناب رسول الله سخن میشنیده همون چیز ایدش میافتاده، میگه ایدش میافتاده، میگه یک گروه اومد در دوزخ در عذاب. اونا گفتن که ما با عمد شفاعت او بودیم، خودش در راحت، ما اینجا در عذابیم. میگه جناب رسول الله میخسته بالای تخت نور دو میگرفته سین دروازه بیرون جنت بیرون بسنی دوزخ. وقتی دو میگرفته میگه خداوند امر میکرده که یک تخت نور رو ببره سوار شد، دیگه سوار نمیشته جناب رسول الله. پروردگار امر میکرده که ای آدم تمام پیغمبران میگه قفاش بدوی. اما پیغمبر میگه قفاش می اومدن بازی دروازه دوزخ تا او دروازه بوم میگه که خداوند دوزخ تا برای شما حرام گردونده، ممکن نیست، اجازه نیست در مدن شما. جناب رسول الله گریه میگه من باید بدرم حال امتام ببینم. وقتی که میگه هیچ چیز میگه بعد خداوند میگه اجازه تیمانش بدروه. در راهی میکردن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با همراه دیگه پیغمبران میدرمده حال امت میده که در عذاب. بعد میگه پروردگار میگه برای چی که همراهی همین امتام نه آوردی من عذاب تو ای حال اینها خبردار شم. وقتی اینها در دوزخ بودن که جا من جنت بود. جناب رسول الله بعد شفاعت میکرده همون گناهگارا را تو میگه یک انسانه که میگه که لا اله الا الله محمد رسول الله، تو همون انسان میگه ای دوزخ خلاص نکنم من جنت نمیرم. یعنی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی مقام بزرگ در نزد خداوند داره که پروردگار وعدش کرد که در برابر گناهگارای امت من ترا راضی میکردم. یعنی به قدر این پیغمبر باید ما برسیم، ما باید این پیغمبر دوست بداریم، ما باید اطاعتگر پیرو ای سنت این پیغمبر باشیم. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من احیا سنتی فقط احبنی، کسی سنتی من زنده کنه او من دوست داشته، و من احبنی کان معی فی الجنه، کسی من دوست بداره همراهی من در جنت. حرکت کنیم که در این لحظه های زندگی جناب رسول الله را دوست بداریم، سنتاش را بجا بیاریم، حرکت کنیم که به سبب اطاعت کردن روح پاکش از خودمون خرسند شاد و راضی بگردیم. خیر خداوند بزرگوار روح پاک جناب رسول الله را ای ما خرسند شاد و راضی بگردیم. این خیر احسانی که حاج داملا کردن به درگاهش قبول بگردن، جمعیت ما را پروردگار عزت و آبروی دنیا و آخرت نصیب بگردان، این مولود مبارک بگردان، این منزل همه وقت همیشه آباد بدار. پروردگار را با شرافت حبیبت مشکلی های دینی و دنیای ما را آسان بگردان. پروردگار را خاتمه مون به خیر بگردان، گذشتگی ها مون رحمت و مغفرت بگردان، قبرهاشون پر نور و روحاشون شاد و جاهاشون جنت بگردان. پروردگار را رنج مشقتی که ما مؤمن ها و مسلمان ها در حیات داریم اینها را از ما دور بگردان. پروردگار را هر چیزی که رضای خود دست برای ما نصیب بگردان، از قهر و غضب ما را در حفظ امان نگه بدار. پروردگار را خاتمه مون به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرت ابی مالک اشعری رضی الله تعالی عنه حدیث را روایت میکنند که این حدیث مسلم است، در صحیح مسلم این حدیث امام مسلم آورده است. حضرت میفرمایند که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که الطهر شطر الایمان، گفتن طهارت، پاکیزگی این نصف ایمان هر شخصیت است. برادران عزیز بزرگوار، امروز در جامعه من و شما، در جامعه ما مسلمان ها چقدر ناپاکی زیاد شده است. طهارت یعنی پاکیزه بودن، پاکیزگی قلب، پاکیزگی جسم و بدن، پاکیزگی حیات، حتی پاکیزگی فکر و عقیده و اعتقاد نصف ایمان هر شخصیت از پیغمبر بزرگوار گفتند. من و شما باید حرکت داشته باشیم که از دل سر کرده ابتدا دل را پاکیزه کنیم، یعنی از غژدی ها، از فکر و نیت بد، از اعتقاد بد، از محبت های بد ابتدا از دل خود شروع کنیم، دل پاکیزه کنیم. بعد از پاکیزه کردن دل، جسم و بدن از ناپاکی ها پاکیزه کنیم. ما و شما ببینه وقتی نماز خواندنی میشویم طهارت میکنیم، یعنی طهارت بدن پاکیزه میکنیم از غژدی ها. انسانی بی طهارت نمیتواند نماز بخوانه. اگر من و شما برادران بزرگواری من، اگر قلبها را پاکیزه نکنیم،
اگر اعتقاد پاکیزه نکنیم، اگر زندگی را پاکیزه نکنیم، من و شما به خدا رسیده نمیتوانیم، به خدا قریب شده نمیتوانیم. چون که رب العالمین در حدیث قدسی میفرمایند که ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله پاکیزه هست، از بنده هاش قبول نداره مگر پاکیزگی را. اگر ما و شما برادران عزیز بزرگوار اگر پاکیزگی را اختیار نکنیم، ما در درگاه خدا قرب پیدا نمیکنیم، به خدا رسیده نمیکنیم، به خدا قریب نمیشویم. رب العالمین وقتی که اهل جنت وصف میکنه که جنتی ها به سوی جنت وقتی برده میشوند، یعنی گروه جمع کرده میشوند، از صحرای قیامت به سوی جنت برده میشوند، ملائکه هایی که وابسته به خدمتگاری اهل جنت هستند، اون ملائکه میگه درهای جنت بروی اهل جنت کشاده میکنند، دو طرف از دو بری راه صف میگیرند و پیشواز اهل جنت میبرآمدند. اونها یک جمله داشتند، اونها میگفتند که سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین. میفتن سلامتی ابدی برای شما نصیب باد، ابدی دیگر شما در جنت سلامت میمانه، رنج و مشقت و غم و درد در این آخرت یعنی در جنت دیگر نمیبینه. سلامتی ابدی برای شما نصیب باد. طیبتم، شما در دنیا پاکیزه بوده، سبب پاکیزگی شما را سبب شد که امروز داخل جنت میشوید. فادخلوها، امروز داخل شوید در این جنت که ابدی همیشگی، خالدین فیها ابدا، همیشگی شما در عیش و عشرت و لذت و راحت آخرت هستی. یعنی پیغمبر بزرگوار برای ما توصیه چی کردن؟ گفتن ای امتای من حرکت کنه، خود را پاکیزه کنه، پاک باشه. متاسفانه امروز اکثر مردم ما با آب سر و بدن شستشو میکنن، غسل میکنن، اما درون اونها ناپاک است. برای انسانیت پاکیزگی تزکیه نفس، یعنی درون و بیرونش انسان باید پاکیزه کنه. اگر درون پاکیزه نباشه، دل پاکیزه نباشه، مسجد آمدن برای تو فایده نداره برادر عزیز بزرگواری من، نماز خواندن برای تو فایده نداره، حج رفتن و زکات دادن و دیگر نوع عبادت ها برای تو فایده نداره. به همین خاطر برادران بزرگواری من حرکت داشته باشیم که ما درونها و بیرونهای خود را از ناپاکی ها، از افلاسی ها، از غژدی ها، از بدنیتی ها، بدفکری ها، بددوستاری ها حرکت کنیم که پاکیزه کنیم، تا اینکه خداوند ما را قبول داشته باشه، تا اینکه ما وقتی که از دنیا به سوی الله رب العالمین بازگشت میکنیم، این عبادت هامو برامون دردی سر نباشه، این عبادت هامو مقبول درگاه الله رب العالمین باشه. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودن والحمد لله تملأ المیزان، گفتن حمد خدا ترازوی قیامت پر میکنه، یعنی وزنین و سنگین میکنه. برادران بزرگواری من، حمد خدا چی است؟ ثنای خدا، شکر خدا، منتدارگی از جانب پروردگار. انسان منتدار و راضی شدن و شکر گفتن است. برادران بزرگواری من، اینقدر نعمت زیاده که الله رب العالمین برای من و شما داده است. از جسم و بدن خود یک بار نگاه کن. دو چشمی روشنی زیبا کی بخشید؟ زبانی شیرینی گویا کی بخشید؟ کی برایت این یعنی عضوها و اعضاهای چقدر زیبا را بخشید؟ از دستها را ببین، پاها را ببین، چشمها را ببین، گوشها را ببین، زبان را ببین، دل را ببین. اینقدر اعضای زیبا که والله قسم از گل ده زیباتر استی. کی برایت این اعضاها را بخشید؟ الله رب العالمین. در برابر این نعمتهای الله باید که من و شما شکرگزار باشیم، باید من و شما شکرانه این نعمتهای الله با جا بیاریم، عمیق کنیم که این نعمت برای ما الله داده است و هر لحظه بگیم که الحمدلله رب العالمین. حمد یعنی شکر برای تو ای الله رب العالمین که برای من چقدر نعمت زیاد بخشیده ای. وقتی که ما حمد خدا گفتیم، شکری خدا گفتیم، ثنای خدا گفتیم، ترازوی یعنی ثوابهای ما در روز قیامت وزنین می شود. یعنی حمد خدا ترازوی صحرای قیامت که عملهای ثواب و گناه ما وزن کرده می شوند،
ترازوی ثوابهای ما را چقدر وزین میکرده است. یعنی همیشه در زبان ما چی باشه؟ الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. یعنی حمد جمع خوبی ها همه برای تو است ای الله رب العالمین. شکر برای تو، حمد برای تو، منتدارگی و زیباگی و پاکیزگی، اطاعت و عبادت همه برای تو ای الله رب العالمین. و سبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بین السماء والارض. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن سبحان الله والحمد لله، یعنی ثواب اینها بچنان بزرگی هست، بچنان گران و کلانی هست که ما بین زمین و آسمان پر میکنه. برادری عزیز بزرگوار من، وقتی ما و شما با زبان سبحان الله الحمدلله میگوییم چقدر سخنهای زیبا هستند. حتی در یک روایت جناب پیغمبر گفتن که کلمتان حبیبتان الی الرحمن، گفتن دو کلمه هست که الله رب العالمین این دو کلمه را از بنده هاش دوست می‌داره. خفیفتان علی اللسان، چقدر آسان از گفتن شده از زبان. ثقیلتان فی المیزان، چقدر وزین است وزنشان در ترازوی قیامت. این کلمه ها چه هستند؟ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. یعنی سبحان الله و الحمدلله گفتن بچنان کلمه های هستند که الله رب العالمین از من و شما این کلمه ها را دوست می داشته است و وزن اینها بچنان، یعنی زیادتیشون بچنان زیاده بوده است که بین زمین و آسمان پر می کرده است. حرکت داشته باشیم. سبحان الله چی معنی داره؟ معناش این است که من با پاکیزگی تو را یاد میکنم ای الله رب، تو پاکیزه هستی، منزه هستی از این گفتارهایی که امروز ملحدین و مشرکین دارن، میگوین در برابر خدا شریک میارن. نعوذ بالله. میگوی ای پروردگار تو شریک نداری، تو یکتا هستی، یعنی تو بی همتا هستی، تو یکه و یگانه هستی. الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی این جمله ها سبحان الله و الحمدلله با چنان ثواب و وزن کلان داشتند که بین زمین و آسمان ثوابشون پر میکرده است. برادران عزیز و بزرگوار، و الصلاة نور، جناب پیغمبر گفتن نماز این روشنایی نوری هست در حیات هر شخصیت. هر انسانی که اهل نماز باشه نماز حیات او را نورانی میگردانه. چراغی خانه گور از نماز است، دو چشم و روی پر نور از نماز است. برادران بزرگوار من، نماز روشنایی قبر انسانیت می شود. نماز حجت و دلیل هر انسان در روز قیامت می شود. الصلاة عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین و من ترکها فقد هدم الدین. جناب پیغمبر گفتند نماز ستون دین هر شخصیت است. هر انسانی که نماز برپا داشت عمارت دینش آباد کرده است. اما هر شخصیتی که نماز ضایع کرد، قضا کرد، نماز ادا نکرد، او شخصیت عمارت دینش برباد داده است. برادران بزرگوار من، حتی در یک روایت جناب پیغمبر گفتند یکمین چیزی که در روز قیامت از انسانیت از بنده خدا پرسیده می شود نماز است. هر انسانی که جوابی نماز گذرانید او شخصیت خوشبخت شد و نجات یافت. هر انسانی که نماز یعنی جوابی نماز ادا نکرد او شخصیت به تحقیق بدبخت و رسوای آخرت گردید. و همین خاطر شیخ عطا را میگه روز محشر که جانگداز بود اولی پرسیش از نماز بود. روز قیامت یکمین چیزی که من و شما را میپرسن از نماز است. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که روشنایی چشم من در نماز است. نماز یعنی برای انسان نور میبخشه، هم در دنیا هم در آخرت. و صدقه برهان، جناب پیغمبر گفتن صدقه یعنی سخاوتمندی این حجت و دلیل ایمانداری هر شخصیت است. وقتی انسان زکاتش ادا میکنه، وقتی انسان در راه خدا اون مال دارندگیش میبخشه، حجت و دلیلش یعنی اظهار میکنه، آشکار میکنه که من به گفته الله باور دارم. الله من امر کرده است برای زکات ادا کردن، برای صدقه فطر ادا کردن، برای یعنی دیگر نوع صدقه های نافله را کردن. او شخصیت وقتی از دارندگیش در راه خدا می بخشیده است،
اظهار میکرد است، ایمانداریش آشکار میکرد است که من الحمدلله مؤمن هستم، من مسلمان هستم، من به گفته الله باور دارم. جناب پیغمبر گفتند صدقه مؤمن، صدقه مسلمان، این چی است؟ حجت و دلیل ایمانداری و مسلمانی و شخصیت است. و صبر ضیاء، صبر کردن این خودش یک نوری درخشان در حیات انسان است. میوه صبر بسیار شیرین است برادران عزیز و بزرگوار. صبر بسیار چیزی ضروری و لازمی است برای من و شما. عزیزای خدا میگویم برای انسان 3 نوع صبر لازم است: صبری در طاعت، صبری از معصیت و صبری بر مصیبت. صبری در طاعت چیست برادر عزیز بزرگوار؟ وقتی نماز آمدی باید سراسیمه نباشی. وقتی در نماز داخل شدی باید سراسیمه نباشی. وقتی که حج رفتی باید بیخود نشوی، سراسیمه نشوی، در غضب نیایی. در هر نوع طاعت و عبادت و بندگی خدا صبر لازم است. صبری در طاعت و صبری از معصیت. در حالت گناه حاضر شدی، اون لحظه می آید که باید گناه انجام بدهی، باید خود به دست بگیری، صبر کنی و گناه انجام ندهی برادر عزیز بزرگوار. و سیمش صبری بر مصیبت. وقتی مصیبت به بالات آمد، پدر وفات میکنه، برادر وفات میکنه، فرزند وفات میکنه، یک عزیز و نزدیکت بندگی میکنه، باید صبر کننده باشی، صبور باشی. این جمله را در زبان بگو که انا لله و انا الیه راجعون، یعنی صبر در مصیبت داشته باشی. ثواب صبر از همه ثوابها بالاتر است برادران عزیز بزرگوار. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند در روز قیامت وقتی خداوند ملائکه ها را امر میکرده است برای ادای ثواب عملهای من و شما، انسانی که مصیبت در بالاش آمده بود، انسانی که یعنی صبر در یک حالت دشواری و مشقت کرده بود، در نزد خداوند دعوا میکرده است. ملائکه ها را میگفته که ثواب صبر من برام ادا کنه. این ملائکه ها نگاه میکردن که ثواب صبر بچنان وزوین و گرانی هست که ترازوی قیامت را وزن کرده نمیتوانه. ملائکه ها به خداوند مراجعت میکردن، میگفتن پروردگارا بار الها، این بنده تو امروز دعوا داره که ثواب صبر من ادا کنه. رب العالمین به سوی ملائکه ها خطاب میکرده که استعیذ بالله انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. رب العالمین میگه من امروز صبر کننده ها را به حساب ثوابشون براشون ادا میکنم. یعنی ثواب صبر در قیامت در ترازوی قیامت وزن نمیکنن، خداوند خودش ثواب صبر ادا میکرده است. و همین خاطر من و شما در این رنج و مشقتی که امروز در زندگی داریم صبر کننده باشیم. از جمله میفرمایند ان الله مع الصابرین. رب العالمین میفرماید من همراهی صبر کننده ها هستم. یعنی انسانی که صبر داشته باشه در رنج و مشقت، در طاعت و عبادت، از گناه و معصیت صبر کنه، الله رب العالمین میگه من همراهی او شخصیت است. خیلی یعنی عزتی بزرگی است که الله رب العالمین همراهی شخصیت های صبر کننده میشده است. و القرآن حجت لك او علیک. قرآن برای شما حجت میشوه یا اینکه از شما در نزد خداوند شکایت میکنه. برادران عزیز بزرگوار، قرآن که بهترین هدیه الله رب العالمین است، کلام الله است. این دمن و شما امانت است، باید اینا یعنی از این استفاده ببریم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که جناب پیغمبر فرمودند ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین. الله رب العالمین به حکم و قانون این قرآنش یک گروهی بنده ها را به چنان بزرگی میگردانه که از عرش دهم درجه اونها بالا میشه، یعنی به جنت میرسانه. هر انسانی که قرآن قبول کرد، به قرآن زندگی کرد، به قرآن یعنی حیات لحظه هاش گذرانید، خداوند ایره اهل جنت میگردانه، ایره یعنی در نزد خودش درجهش بلند میگردانه. اما یک گروه دیگر و چنان خار و ذلیل و بدبخت و رسوای میگردانه که از همه پسترین پستی ها اسفل السافلین، جهنم و دوزخ قرارگاه اونها می شود. این جمله کی است؟ انسانی که قرآن رها کرد، قرآن غریب کرد. متاسفانه امروز در حیات ما قرآن غریب است. دوستای خدا یک مقاله دارن میفرمایند که 3 چیز در 3 مکان غریب است. هر انسانی که 3 چیز در حیاتش غریب کرد،
خودش غریب دنیا و آخرت می شود. قرآن در خانه که تلاوتش نمیکنن غریب است. اهل علم در جامعه که او را استفاده نمیبرن، از او یعنی درس نمیگیرن، از او استفاده نمیبرن، اون اهل علم در او جامعه غریب است. مسجد در بین قومی که در او مسجد عبادت نمیکنن، مسجد نمیروند، اون مسجد در او جامعه غریب است. عزیزای خدا میفرماید که هر شخصیتی که این سه چیز در حیاتش غریب کرد، غریب دنیا و آخرت می شود. ببینه غریبی دنیا امروز چقدر رنج و مشقت داره، چقدر آزارها داره، تحقیرها داره. پناه به خدا، غریبی آخرت از رحمت خدا محروم و بی نصیب شدن است. برادران عزیز بزرگوار، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم تن قرآن بعض انسان براش حجت می شود و از بعض انسان در روز قیامت قرآن شکایت میکرده است. برادران بزرگوار من، اون قرآنی که در خانه هامون در یک لاغ بسته یا اینکه در یک خلطه کشال کرده، در یک میخچه کشال آویزان است، این قرآن در روز قیامت نزد خداوند میخیست است، از اون شخصیت شکایت میکرده است. قرآن در نزد خداوند از انسانی که امروز تلاوتش نمیکنه، غریبش کرده است در حیاتش، قرآن از او شکایت میکرده. حتی دوستای خدا یک مقاله دارن، میفته قرآن میفته که من چی کردم با شما که خار و زارم کرده اید، پیش هر لامذهب به اعتبارم کرده اید، در میان کوچه پرگرد و غبارم کرده اید. در قیامت از شما قرآن شکایت میکند. یعنی قرآن از شخصیتی که امروز تلاوتش نکرد، با او عمل نکرد، در روز قیامت قرآن از او شخصیت شکایت میکرده است. و آخرش پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که هر ابتدای سحر وقت شد، انسانها میخیزن، حرکت میکنن، بعضی از اونها اون روزشون در خدا میبخشن و بعضی از اونها اون روزشون در شیطان میبخشن. یعنی بعضی انسانی است که سحر شد، از پس کار و باری حلالش میشه و مقصد و نیتش این است که رزق حلال پیدا کنه و اهل و بیت حلال بخورانه تا ای که عبادت و بندگیش در درگاه خدا قبول شود. اما بعضی شخصیت هایی هستند که از پس گناه و معصیت و نافرمانبرداری پروردگار می روند. یعنی بعضی انسان ها در این روز خودشان خوشبخت می گردانند، اما بعضی شخصیت ها در این روز خودشان بدبخت می گردانند به سبب گناه و معصیت کردن. به همین خاطر برادران عزیز بزرگوار، من و شما حرکت داشته باشیم که لحظه های عمر در عبادت و بندگی خدا، در ذکر خدا، در یاد خدا بگذرانیم. یک نوع زندگی داشته باشیم که آخر از این دنیا به نزد پروردگار مونه با سری بلند، با آبرو و خالی از گناه بازگشت کنیم. پروردگار بزرگوار این جمعیت ما را بخت و سعادت دنیا و آخرت نصیب بگردان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یا ارحم الراحمین. ولی عزیزای خدا یک حکایت دارم، میفرمایند که یک انسان بسیار بخیل بود، از حد زیاد بخیل بود. بعد از آن این شخصیت خیلی با دولت و دارنده بود، چند خدمتگار کنیزی داشت. روز از روزها میگه شخصیت گدای خانه این شخص آمد، خانه این نفر بخیل آمد. او به حق خدا یگان چیزی، این شخصیت از بس که بخیل بود میگه چیزی براش نداد. او پورا چیزی ندارم، نمیتیم گفت. از در خانه زده بیرون کرد. حتی میگه گدا زعم کرد نرفت. گفت شما چطوری انسان هستی؟ من به حق خدا میگم چیز برای من ده. میگه که از غلامهاش امر کرد، گفت همینه زده گفت از در بیرونش که نمیفهمه گفت. یعنی بازار بلد این گدا را از در بیرون کردن. در گذشت زمان رفته این انسان بخیله میگه دارندگیش از دستش رفتن گیرید، کم بغل شدن گیرید، یعنی مال و همش از دستش رفت. حتی این یعنی غلام ها و خدمتگارهاش هم مرده فروخت دیگر، یعنی تمامی دارندگیش از دستش رفت. این غلامی که یعنی غلامی خوب بود، در یک شخصیت سخاوتمند افتاد. یک انسان یعنی سخی خریداریش کرد و براش یک وظیفه داد. گفت فرزند و وظیفه تو همین است که خانه ما هر انسانی که گدایی آمد باید ناامید نمیکنی، هر چیزی خواه را باید خرسند کرده از خانه بیرون کنی. روز از روزها بود، میگه در پس دروازه شون فریاد شید، گدایی صدا زد. این شخصیت سخاوتمند واسه اون غلام بود که رفته بود بگو فرزندم کی هست. بعد از اون میگه رفت، وقتی از در بیرون شد بسیار فیغان و گریه بلند کرد، با آوازی بلند میگه فریاد کرد و گریه کرد. بعد از اون شخصیت گفت فرزندم با شما چی شد؟ چقدر فیغان و گریه سخت کرده؟
گشته آمد گفت مولا گفت همین شخصیت گدایی آمد است گفت همون مولای پیشینم است، همون انسانی که پیش در او غلام بودم چقدر یعنی انسانی دارنده بود، چقدر انسانی یعنی کلان و نامدار بود، این چقدر خار شده است. دیلم به حال اون سوخت و فریاد کرد، دیگه به خود گریه کردم. این مولاش گفت که غلام گفت من برای تو یک مثال میارم. گفت به یاد دار یک گدا یک انسانی تلبنده خانه تون رفته بود، گفت به حق خدا چیزی برام بوده؟ گفت به یاد دارم. گفت چیزی براش ندادی؟ به یاد داره؟ گفت به یاد دارم. او همون شخصیت من بودم، همون شخصیتی که برام چیزی نداده با زر بلند از در بیرون کرده همون من بودم. خداوند حالت تغییر داد، من دوباره دارنده کردم، مولای شما را یعنی خار و ذلیل کرد، با پسی در خانه ما را آورد. بخیلی آخرتش والله خاری هست، بخیلی آخرتش هم حسرت و ندامت هم در دنیا هم در آخرت است. انسان بخیل تأثیر بخیلش حتی در فرزنداش می رود، بعد مردش هم فرزندش با چنان بخیل و مرده بشه که والله در حق پدرش هیچ نمیکنه. خاطر جنگ باشه انسان امروز مردگی میکنی، بخیلی میکنی و بچه تو هست. شیخ سعدی حکایت دارم، هم جایی حکایت کنم بعد انشاءالله دعا کنیم. میفرماید که در یک زمان یک انسان بود بسیار بخیل بود، انسانی موسیقی و مرده بود، یک بچه داشت. بعد از اون میگه یک رفیق جانی داشت، یک رفیقی داشت که هر وقتی که خانه اون مهمانش میشد او رفیقش بسیاری شخصیت عزت میکرد، مهمانداری میکرد. همون رفیقش میگه در حیاتش یک بار در خانه مهمان شد. وقتی مهمان شد میگه بعد از اون این شخصی را که بخیل هم باشه باید یک غیرت و همتش نشان دهد، چون که رفیق جانیش آمده است. بعد از اون فرزندش فریاد کرد، گفت فرزند من پول بود سومگیر بازار برم گوشتی پیش بازار بگیر، گفت بیار در تا ای که ما این رفیق مونم مهمانی کنیم. خیلی رفیقی به قدر و عزت ما هست. این شخصیت رفت میگه بازار رفت، فرزندش پول گیری بازار رفت نزد گوشت فروش. وقتی نزد گوشت فروش رفت یک با یک میگه این حالت نقل کرد، گفت پدرم یک رفیق جانی دارد، یکم بار است که در خانه مهمان شده است، بهترین و پیشترین گوشت برای ما دید. میگه این شخصیت گفت که حاضی گفت قصاب باز یک گوشت میدیم کن مثل مسکه بر این ملایم است. از بس که فرزندی بخیل بود در فکر زد گفت نسبت به گوشت مسکه ارزانتر است. اگه پولا معقیب ده مسکه بهتر که باشه میرم مسکهشون میبرم. نزدی مسکه فروش رفت گفت بهترین مسکه تا که یک رفیق جانی پدرم آمده یک با یک حکایت کرد. باز یک مسکه میتیم که عسل برای شیرین است، اگو بس از مسکه عسل بهتر بوده. نزد عسل فروش رفت گفت یک بهترین عسل تا که یک رفیق جانی پدرم آمده. این عسل فروش گفت که از من یک عسل میتیم مثل آب برای صاف است، اگو بس از این عسل دا آب بهتر بوده. در نزد خانم گفت یک چشمه بسیار آبش هم شیرین و تازه میرم گفت یک کوزه آبش میبرم پدرم همراهی یعنی رفیقش مینوشد. بعد از اون آمد میگه از اون چشمه نزد خانهش یک کوزه آب گرفته رفت در پیش پدرش گذار گفت فرزند من شما را با گوشت رای کردم آب آورده. یک با یک این حادثه را نقل کرد. اون نزد گوشت فروش رفتم وای گوشت با مسکه مثال آورد، از گوشت مسکه بهتر بوده است. نزد مسکه فروش رفتم عسل مثال آورد، من نزد او رفتم آب مثال آورد، از همه بهترین آب بوده. پدر گفت همراهی رفیق نوش یکو. این شخصیت از بس که بخیل بود این کار فرزندش خوشش آمد، از جاش خیز میگه در آغوشش گرفت گفت فرزند من دیگه شبهه ندارم بچه حلالی خودم بوده. بعد میگه این شخصیت فرزند بیا سوالت میدی اکو همه میلش این خود گشتی آخه تو فکر نکردی که هم پاپوشیه که در پاتا اینا تکش خورده میشوند در این خلاه گشتن. بعد میگه فرزندی بخیل بود پدر جان گفت من هم قدر ساده فکر نکن، شما گفتم یه رفیق جانی من پاپوشی همه پوشیدم رفتم پاپوشی خود تکشو خورده نشم. یعنی برادر عزیز بخیل فرزندشم آینده سینی خودش میرم و میخواد حرکت امروز سخاوتمند و جوانمرد باشه که بعد از رفتن فرزندا یاد کنن، فرزندا در حق دعا کنن. برادران عزیز، صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم
در اطراف و کنار یک آیتی هست که خداوند در سوره توبه آیت 112 برای مؤمنهای کامل 9 خصلت بیان کرده است. رب العالمین می فرمایند که مؤمنهای حقیقی 9 نشانه دارند. من امروز می خواهم در کنار این آیت صحبت داشته باشم تا اینکه برای ما مؤمنها و مسلمانها یک درس خوبی باشد. آیا ما نگاه کنیم که این 9 خصلتی که خداوند برای ما مؤمنها بیان کرده است، آیا اینها در حیات ما موجود و پیدا هستند یا نیستند؟ اگر باشند خوشا به حال ما، اگر نباشند ما باید خود را اصلاح کنیم. رب العالمین می فرمایند استعذ بالله: التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. صدق الله العظیم. این آیت اشاره به 9 چیز می کند. می فرمایند که مؤمنهای کامل 9 خصلت دارند. یکمین خصلتی که در ابتدای این آیت است، رب العالمین گفتند التائبون. مؤمنهای حقیقی توبه کنندگان هستند. انسانهایی که از هر نوع جرم و گناه و معصیت، از هر نوع لغزش و خطا نزد خدا توبه میکنند. گناهاشون تکرارا نیستند. گناهاشون روی هم زم نمیشوند، جمع نمیشوند. مؤمن حقیقی وقتی لغزش خورد، خطا کرد، گناه کرد، در حال پشیمان میشود، در حال به خدا رو میارد، در حال توبه میکند، در حال از اون گناه کردگیش نزد خداوند عذرخواهی و بخشش میکند، میپرسد. رب العالمین گفتن مؤمنها توبه کنندگان هستند، انسانهایی که نزد خدا توبه میکنند. جناب پیغمبر در روایت گفتن که ایها الناس، گفتن ای مردم، من که بهترین شما هستم در یک لحظه یا اینکه در یک روز زیاده از 70 بار نزد خداوند توبه میکنم. یعنی که شما هم باشه از جمله توبه کنندگان باشه. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن یکی از نشانه های رسیدن قیامت، یکی از نشانه های بدبختی آخر زمان این است که یحبون الذنوب و ینسون توبه. مردم گناه از حد زیاد دوست می‌دارند، توبه گناه فراموش میکنند. فقط گناه در انسانها تکرار میشود، اما توبه از جامعه دور میشود. مردم در فکر توبه نیستند. به این خاطر انسانی که گناهش در حال بعد از گناه توبه کرد، او شخصیت نشانه یعنی کمال ایمان داره، او شخصیت مؤمن کامل است. اما شخصیتی که گناهش روی هم جمع شدن گرفت و توبه را فراموش کرد، این انسان چی بوده است؟ یعنی ضعیف الایمان بوده، ایمانی سست و یعنی ضعیف و ایمان بی ارزش داشته. به این خاطر ما و شما برادران عزیز، هر لغزش و خطایی که در حیاتمون پیدا می شود، در حال بعد از او باید توبه کننده باشیم. حتی روایتی هست جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا وقتی انسان گناه کرد، بعد از گناهش در حال توبه کرد، رب العالمین به سوی ملائکه ها می گفته ای ملائکه ها، این بنده من گناه کرد و فهمید و دانست که خدای بخشنده داره می بخشش، در حال توبه کرد، گناهش بخشید. بعد از اون این انسان با گناه میکرده است، دوباره با در حال توبه میکرده است، رب العالمین با چنین کلمه را تکرار میکرده ای ملائکه ها، این بنده من گناه کرد و فهمید که خدای بخشنده داره میبخشش، توبه کرد، بخشیدمش. سیوم بار انسان گناه تکرار میکرده است، این چنین خداوند به سوی ملائکه ها خطاب میکرده. دفع چهارم وقتی گناه میکرده در حال توبه میکرده، رب العالمین به سوی ملائکه ها میگه که ای ملائکه ها، شما شاهد باشه که همین بندم بعد از این هر گناهی که من بخشیدگیش هستم.
و چه خاطر؟ به خاطری که گناهش در حالی، توبهش در حالی هست. یعنی بعد از گناه تأخیر نمیکنه، با در فکر تکرار گناه نیست، در حال توبه میکنه. و این خاطر ما و شما برادران عزیز، توبه یک داروی هست که انسان از درد معصیت و گناهگاری تبابت میکنه. توبه یک آلتی است که انسان از عذاب دوزخ نجات میده، از قهر و غضب خدا خلاص میکنه. به این خاطر ما و شما بعد از گناه در حال باید توبه کننده باشیم. دویم نشانه کمال ایمان، پیغمبر بزرگوار خداوند قرآن گفتن که العابدون، بنده های واقعی و حقیقی خداوند عبادت کنندگان هستند. همیشه بندگی خدا را به جا میارند. کار برای اونها از نماز بهتر نیست. اونها فقط بنده نیستن که در ماه رمضان عبادت کنند. مثل بعضی برادرها، بعضی شخصیت های بودن که ماه رمضان اهل عبادت، اهل نماز، اما وقتی ماه رمضان گذشت جای نمازهاشون را جمع کردند. جای نمازها را جمع کردند تا رمضان دیگر مثل زنها بر این کسل زنانه میشن، حیض میبینند، نماز نمیخوانند دیگر، تا رمضان آینده نماز نمیخوانند. عبادت و بندگی خدا فقط در رمضان نیست برادری عزیز. رمضان فقط ماه فضیلت است، ماه زیادتی ثواب است. بندگی خدا همیشه دائمی هست، از روز بلاغت تا روزی که ملک الموت عزرائیل که بسیار نام آشنا داره، از شنیدنش تمام جسم و بدن در لرزه میزنه. وقتی که ملک الموت عزرائیل به سراغت میاد، تا همون لحظه را باید که عبادت و بندگی خدا را به جا بیاری. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا دم مرگ باید بنده باشی. بنده های حقیقی خدا عبادت کنندگان هستند. همیشه عبادت و بندگی خدا را از همه چیز پیشتر میدانند. نمیگن که امروز کار زیادتر است، نماز پیشین قضایی در خانه میخوانم. برادری عزیزی که در وقت نماز قضا میکنی و کار میکنی، همون پولی که، همون درآمدی که در وقت پیشین قضا کردن پیشین قضا کردی و کار کردی، همون پولی که برای تو درآمد شده، وای پول والله قسم برات حرام است. اون پول برای تو حرام است. امر خدا از همه امرها بالاتر است. رزاق و رزق دهنده تو الله رب العالمین است. میلیون انسان‌های هستند، میلیون انسان‌های هستند که اونها کار نمیکنن، با خداوند ویها را رزق داده است. بنده های واقعی و حقیقی پروردگار عبادت کنندگان هستند. در عبادت و بندگی خدا همیشه پیش قدمند، سستی ندارند. و دیگرش الحامدون، سیوم نشانه کمال ایمان. بنده های حقیقی خداوند حمد گویندگان هستند، شکر گویندگان هستند. نعمت های خدا را میبینند، کوهری نیستند. وقتی نعمت در زندگیشو در حیاتشو میبینن، عمیق میکنن که الله برای ما بخشیده است. و ما بکم من نعمت فمن الله، هر چیزی که در ما هست در اختیار ما هست از جانب الله رب العالمین. الله برای ما بخشیده است. چی از دارندگی باشه، چی از تنی سعادت باشه، چی از جسم و بدن حیات باشه، چی از زن و فرزند باشه، بخشنده همه اینها الرحمن الرحیم است. اون رحمانی که بخشنده نعمت ها هست، اون برای ما بخشیده است. و بنده حقیقی وقتی نعمت خدا را دید چی میگه؟ در تمام حالت میگه الحمدلله رب العالمین. ای پروردگار بی نهایت برای تو شکر، برای من چقدر نعمتی به حساب داده ای. بنده های شاکر هستند، بنده های حامد هستند، بنده های هستند که نعمت خدا را دیدند، در اصل نیکی و خوبی حیات از جانب خدا میدانند. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر ما نعمت های خدا را بشماریم، عدد کنیم، حساب اونها را به جا آورده نمیتوانیم. بکن شکرانه حق ای برادر، تو را بخشیده است نعمت سراسر. دو چشمی روشنی زیبا کی بخشید؟ دو چشمی روشنی بینا کی بخشید؟ زبانی شیرینی گویا کی بخشید؟
کی بخشید برای تو؟ کی چشم داد میبینی؟ کی برای تو این نعمتها را بخشید؟ دو دستت داد برداری به سویش، دو چشمت داد سازی جستجویش، دو پایت داد تا سویش روی راه، زبانت داد هر دم گوی الله. برای غیبت نه، برای دشنام نه، برای تهمت نه، برای منت نه، برای چی؟ برای الله گفتم، برای سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله. هر کدومش برای چیزی خلق شده است. تا برای چی؟ برای سوی خدا قدم زدن، سوی اطاعت و بندگی خدا قدم زدن. بنده حقیقی خدا شخصیتی است که این نعمت خدا را میبینه. این نعمتی که امروز داده است، چی از تنی سعد باشه، چی از دارندگی و فرزند، نعمت خدا را میبینه. در برابر این نعمتاش پروردگار شکرگزار است. اگه الحمدلله رب العالمین، ای پروردگار به نهایت شکر برای تو، چی قدر برای من نیکی و خوبی بخشیده. برایت خاطری شاد و لبی پرخنده میخواهد، عزیزی مهربانی من تو را او بنده میخواهد. بکاری بد همه نازی، بکاری بد همه نازی، حیاتی خیش میبازی، چرا با او نمیسازی؟ تو را آینده میخواهد. برای چی به خدا خودت درست نمیکنی؟ در عبادت و بندگی خدا برای چی خودت درست نمیکنی؟ رب العالمین برای تو آینده میخواه، برای تو جنت میخواه، برای تو بخت سعادت دنیا و آخرت میخواه. برادری بزرگوار، اگر بنده الله شدی در دنیا و آخرت سلامت میمانی، در دنیا و آخرت بدبخت و خوار و رسوا نمیشوی. والله قسم هر چیزی که دلت میخواه به آرزو و مقصد دلت میرسی. اما سببی که امروز پریشانی، ناراحتی، غم داری، زندگیت پرمشقت شده است، سببش این است که از خطی کشیده الله بیرون شده ای، از بندگی الله بیرون شده ای. نمازی تو این اختیاری شده است برات، موافقی خواهی شد عبادت میکنی. باید خواهش تا نگاه نکنی، باید صاحب تا نگاه کنی. بنده نفس و خواهش نیست، تو بنده الله هستی. دیگر بنده حقیقی خداوند شخصیتی هست که در برابر نعمتهای خدا را شکر میگه، هم میگه، نعمت خدا را میبینه و کوری نیست. و دیگرش الصائحون، صائحون مفسرین به معنای صائمون تفسیر کردند. بنده های حقیقی خدا شخصیت های روزگیرها هستند. روزه ماه رمضان روزه میگیرند، یا اینکه روزه نافله دارند. روزه دوشنبه و پیشنبه که از جناب پیغمبر ثابت شده است، این سنت بجا میارند. بنده نفس نگشتند که بگن یک روز تا بیگاه من طاقت نمیکنم. این روزه 6 روزه که بعد از رمضان است، من امروز نگاه میکنم متاسفانه اکثر مردم روزه خور هستند. پیغمبر بزرگوار گفتن هر شخصیتی که این 6 روزه ماه شوال روزه بگیره، هر یک روزش ثواب 2 ماهه را داره. کسی این 6 روزه روزه گرفت گویا تمام سالش روزه دار گذرانده است. 6 روز روزه گرفتن ثواب 1 ساله روزه گیری را داره. اما امروز مردم ما، مسلمان ما بچنان غلام و بنده نفس شده است که امروز میگه من طاقت ندارم. سبحان الله، طاقت بندگی خدا را نداره. طاقت 8 ساعت و 10 ساعت در دنیا کار کردن نداره. طاقت رنج و مشقت دنیا را داره، اما طاقت بندگی خدا را نداره. کشی چون گاو هر دم بار دنیا، شوی در طاعت مولا کسلها. به نزدی هر طعام پهلوانی، به وقتی بندگی رنگی زنانی. روی صحرا به عزمی بیل دسته، به مسجد می شود پایت شکسته. برادری بزرگوار، بنده های حقیقی پروردگار بنده های فرمانبردار هستند، پرهیزگارها هستند، روزگیرها هستند. 4 نشانش بود. 5مش الراکعون، بنده های واقعی پروردگار رکوع کنندگان هستند، گردن خم کنندگان هستند. شخصیت هایی هستند که
عبادت و بندگی خدا را به گردن میگیرن. سر اونها همیشه نزد الله رب العالمین خم هست. میگوین ای پروردگار هرچند امر عبادت و بندگی داری در گردن من بار کن، من عبادت و بندگی تو را به گردن میگیرم. بندگی خدا را بجا میارند. از بندگی خدا گردن کشی نمی کنند، سرکشی نمی کنند، نافرمان برداری نمی کنند. از ساجدون دیگرش بنده های حقیقی خداوند سجده کنندگان هستند. انسان هایی هستند که سر اونها یگانه نزد الله رب العالمین خم می شود، نزد هر شخصیت سر خم نمی کنند. یگانه از الله رب العالمین می ترسند. اون جایی که خیف دارن که همیشه قدرت و توانایی داره که ما را ذلیل و خوار و رسوا بگردانه الله رب العالمین است، این یقین میدانند. یگانه سری تعظیم و سری سجده نزد الله رب العالمین فرو می آرد. بنده های حقیقی خدا سجده کنندگان هستند، از خدا می ترسیدگی شخصیت ها هستند. دیگرش الامرون بالمعروف، بنده های حقیقی پروردگار امر معروف کنندگان هستند. برادران بزرگوار، شما فکر نکنید که فقط امر معروف کردن کار ایشان قاری میرون بیگ است. شما فکر نکنید فقط امر معروف کردن کار عبدالقادر است. فقط امر معروف کردن کار 4 طالب علم هست یا اهل علم است. این فکر نداشته باشه. هر کدام شما را خداوند مأمور گردانده است، وادار کرده است در قرآن که استعذ بالله کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، شما بهترین امت در بین تمام امت های گذشته هسته. وظیفه شما امر معروف و نهی منکر است. اگر بینی که نابینا و چاه است و اگر خاموش بینشینی گناه است. برادری بزرگوار، هر یک مؤمن و مسلمان وظیفه داره که مردم امر به نیکی کنه. امر معروف معناش همی است یک انسان به سوی نیکی، به سوی عبادت و بندگی دعوت کردن. و ناهون عن المنکر، مردم از کارهای گناه و بدمعن داشتند. میبینی یک برادرت در راه گناه رفته ایستاده است، باید معنش بداری، حق ایمان دارید است. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. پیغمبر بزرگوار گفتن شما میبینی یک انسان کار گناه کرده ایستاده است، باید به دستت از گناه بیرونش کنی، معنش بداری. فإن لم یستطع فباللسانه، به دست نمیتوانی به زبان باید او را نصیحت کنی، بگوی برادر بزرگوار خیلی کاری بده کرده ایستاده، کاری گناه داری، این کاری کرده ایستاده نافرمان برداری پروردگار است، این کار کرده ساده آخرش بدبختی و خاری و عذاب جهنم و دوزخ است. این کار نکن. فإن لم یستطع فبقلبه، به زبان گفته نمیتوانی، باید بدیل عملی وی بد ببینی. و ذالک اضعف الایمان، اگر این 3 خصلت نداشته باشی برادر بزرگوار خیلی ایمان ضعیف داشته ای، خیلی ایمانت ایمانی بی ارزش و سست و پس بوده. وظیفه هر یک مسلمان امر معروف و نهی منکر است. برادر عزیز بزرگوار، این وظیفه را حتما باید بجا بیاری. حدی اقل نماز جمعه آمدنی شدی، یک دوست و برادر زنگ بزن، بگو برادر عزیز روز جمعه برات مبارک باشد، خداوند امروز برات روز عبادت و بندگی بگردانه. برادر عزیز که فراموش نکرده باش امروز جمعه هست، بیا نماز جمعه برویم. یا شخصیت در کنارت خواب است و یا از خواب بخیزم، بگو برادر عزیز بخی غسل که سر بدن بشو. برای مسلمان سنت است که هفتش 1 بار سر بدنش پاکیزه کنه و به سوی نماز جمعه روه. بخی سر بدن بشو در نماز جمعه برویم. امروز روز ذکر و یاد خدا است، امروز روز عبادت و بندگی خدا است. تنها باید نیای به سوی مسجد، حدی اقل شخصیت را همراه مسجد بیاری. و آخرش و حافظون لحدود الله، شخصیت هایی که مؤمنی حقیقی هستند حدود الله گفته مرز خدا را میگن، حد حکم و قانونی که خداوند یعنی امر کرده است این را حفظ کردن، یعنی از خطی کشیده پروردگار بیرون برآوردن.
هر چیزی خدا برات امر کرده است امر خدا را به جا آوردند. در تفسیر این آیت مفسرین یک حدیثی را مثال میارن. برادران بزرگوار، ما و شما در دنیا میبینیم دریاها هستند که حد و کنار ندارن، چقدر عظیم و بزرگ. وقتی در صحراها نشان میدهند چقدر شمالهای سخت میشود. برادری بزرگوار، اگر دریا پیش راهش بند بخوره، آبش از اون یعنی دریا بیرون شود، میدانی بروی عالم چی میآید؟ چند شهر را ویران میکنه. اگر دریا از خط کشیده الله بیرون برآمد، چند آبادی ویران میکنه. اون شمال هایی که در صحراها میشوند، اگر اونها خداوند اون ملائکه که وابسته به شمال است امر کنه که این شمال به شهر پیرم ببره، ببین که چقدر شهر پیرم به خاک یکسان میشود. اون شمال فقط جاش اون صحرا و چول هست. چی نوعی که دریا اگر از جاش بیرون شد یک جای ویران میکنه، شمال اگر به سوی آبادی آمد ویرانه میکنه. برادری بزرگوار، اگر من و تو هم از خدی کشیدگی الله رب العالمین بیرون برآمدیم، ما هم یک عالمی را تبدیل میدهیم. جنت خود را تبدیل به دوزخ میگردانیم، خوشبختی خود را تبدیل به بدبختی میگردانیم، خرسندی و شادی را تبدیل به غم و ناراحتی میگردانیم. برادران عزیز بزرگوار، از خطی کشیده الله بیرون برآمدن یعنی یک عالمی را دیگرگون کردن است، از راه جنت بیرون شدن است، از خرسندی و شادی دنیا و آخرت دور شدن است. برادری عزیز بزرگوار، ما و شما باید به خود بیاییم. ما بنده هستیم، ما باید بندگی داشته باشیم، باید از بندگی خدا بیرون نشویم. ما و شما برادران عزیز بزرگوار، عزیزای خدا حکایت میکنن یک شخصیت بسیار یعنی دوست خدا بود، انسانی بزرگی بود، به درجه عالی رسیده بود. از حضرت روز شاگردا پرسیدن، گفتن حضرت استاد شما کی هست؟ خیلی استادی به فیضی داشته، آیا شما را کی تربیت کرده است که چنین درجه و مقام عالی را از خود کرده؟ به چه خاطر استاد پرسیده می شود؟ به خاطری که استاد پرفیض بوده است، مربی خوب بوده است، تربیت کننده بهتر بوده است. تن حضرت استاد شما کی است؟ کی شما را تربیت کرده است که چنین بزرگ گردیده، چنین بزرگ گشته؟ این شخصیت چی جواب گفتن؟ گفتن استاد من یک غلام است. سبحان الله، امروز غلامداری نیست بین ما برادر. زمان پیش مردم مثل غلام بر این می خریدن، مردم می بردن کارشون می فرمیدن، اختیارش در خودش نبود. بیچاره مثل مال بر این، مثل حیوان بر این فروخته می شد. الحمدلله که در دور زمان ما غلامداری نیست. از حضرت پرسیدم، گفتن حضرت استاد شما کی است؟ گفت استادم یک غلام است. گفتن چی نوع غلام؟ گفت من در وقتش دارنده بودم، بای بودم، بازار غلام خری رفتم در بین مردم نگاه کردم، یک غلام خیلی بلند قامت بزبله. میگه نگاه کردم گفتم هر جا کرده بزبله هست، بلند قامت است، این بسیار کارگر است. در اصل انسانی میده جنس در کارم قبول نمیکنه، میگن ستیل برداشته نمیتونه، رسوارد میگن چی میگن برداشته نمیتونه. میگه قبول کردم، گفتم اینا من میگیرم. نزدش رفتم، گفتم ای غلام، من تو را خریداری میکنم، من تو را میخرم، آیا نامی تو چی هست؟ چی نام داری؟ میگه غلام گشت به سوی من گفت که هر چیزی که بگویی، هر چیزی بگویی نامم همون است. میگه گفتم ای غلام، من تو را میخرم، خوراکی تو چی هست؟ تو چی میخوری؟ آیا عادتی که دائمی مولای پیشنه تو را طعام میداد چی بود؟ میگه غلام گشت گفت که هر چیزی که برام بودی، هر چیزی بودی خوراکی من همون است. بعد از اون گفت سیوم بار پرسیدم، تو ای غلام، من تو را میخرم، خواهش تو چی است؟ گو هر چیزی که تو بخواهی. گو هر وقت هر سوال از غلام میپرسیدم، غلام وابسته به خودم میکرد. میگو هر چیزی که بتیم خوراکم همون است، هر چیزی بگوی نامم همون است، هر چیزی که تو بخواهی خواهشم همون است. بعد از اون میگه وقتی سوال ها ما تیار کردم، غلام یک آهی سر کشید. گو غلام چی و خواهشش چی؟ غلام باید خواستی صاحبش نگاه کنه که صاحبش از او چی میخواه. میگه این سخنی غلام من در فکری خودم گرفتم و تفکر کردم، فکر کردم.
غلام چی و خواهشش چی؟ برادری عزیز بزرگوار، من و شما دعوا داریم که ما بنده الله هستیم، ما را چی و خواهشمون چی؟ ما باید خواستی او را نگاه کنیم که او از ما چی میخواهد. الله رب العالمین از ما چی میخواهد؟ باید خواستی الله به جا بیاریم، نه اینکه خواستی یعنی شیطان و خواهش نفس و خواهش دیگر. ما بنده الله هستیم، باید ما بنده خوب باشیم، بندگی خدا را به خوبی به جا بیاریم. در آخر این آیت رب العالمین گفت و بشر المؤمنین، بشارت ده مؤمنها را، مؤمنهای حقیقی را بشارتی به جنت، بشارتی به نجات، بشارتی به خوشبختی دنیا و آخرت، بشارت بده که اونها دنیا و آخرت خود را آباد کردند. شخصیت هایی که این 9 خصلت داشته باشند برای اونها بشارت بده که اونها دنیا و آخرتشون آباد کردند. برادران عزیز بزرگوار، ما و شما حرکت داشته باشیم که این 9 خصلتی که رب العالمین گفتن برای مؤمن کامل هست، ما در حیات اینها را عملی داشته باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمتهای خوب و مفید و توفیقات ارزشمند و گرانبهایش. با ارزشترین توفیقات الهی توفیق هدایت به دین مبین اسلام، یعنی هدایت به همه خواسته های خوب یک انسان، یعنی هدایت به همه خواسته های خوب خداوند از ما انسان ها، یعنی هدایت به همه خیرات و برکات دنیا و آخرت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لئن شکرتم لازیدنکم. خداوند رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر این تحول بزرگی که در چنین شب بسیار مبارکی برای تکامل انسانی ایجاد کرد. تولدی که بزرگترین رنسانس انسانسازی در طول عمر بشریت به حساب می آید. آتشکده خاموش شد چون لانه های موش شد، آتش پرست مدهوش شد اهلا و سهلا مرحبا. آن محمد که احمدش خوانند، نور چشم دو عالمش خوانند. جا داره که تبریک عرض بکنم به شما حضار محترم و همچنین برادرها و خواهرای ایمانی و اسلامی خودم در کشور عزیز و دوست داشتنیمون و همچنین عموم برادرها و خواهران مسلمانم در ادنا و اقصا نقاط جهان و همچنین عموم برادرها و خواهرای هم نوع و انسانم و تمامی عالمیان، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم رحمتا للعالمین بود. همه خرسندن، همه خوشحالن، همه به وجد آمدن از این تولد بسیار مبارک و میمون. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نگفته فقط برای بشریت، بلکه برای عالمین، تمامی عوالمی که در این هستی زندگی میکنن. این تولد مبارک و میمون و رحمتی بوده مهداد از طرف رب العالمین. انسان
اساسی ترین و بنیادی ترین عنصر یک جامعه هست. اسلام برای تکوین شخصیت این انسان که اساسی ترین و بنیادی ترین عنصر یک جامعه هست اهمیت و ارزش والای قائل شده و نعمت علم و معلم برای این انسان قرار داده. پیامبر صلی الله علیه وسلم یک معلم و یک مربی بود که در کنار آموزش انسانها نفوذ معنوی در اعماق انسانها داشت. هر معلمی مربی نیست، اما هر مربی معلم هست. هم معلم بود هم مربی بود. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره خودش می‌فرمایند انا خیار من خیار من خیار، من از بهترین های بهترین های بهترین ها آفریده شدم. و در جای دیگه می‌فرمایند ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مربی من، پرورش دهنده من الله بوده. کلمه رب در لغت عرب به 4 معنی میاد. یکی از معانی به معنی المربی للشیء و المصلح له، مربی به معنی پرورش دهنده و اصلاح کننده. الگویی بود. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. واقعا الگویی بود برای یک انسان کامل، برای یک انسانی که میتوان اون را اشرف مخلوقات تلقی کرد، نه انسان درنده بیرحم بیوجدانی که حیوانات درنده و کل موجودات موذی و مضر در مقابل اون شروریت این انسانهایی که انسان نما هستند نه انسان دست میبندند. هر مسلمانی که این تربیت را نپذیرد و ازش استقبال نکند آینده‌ای نخواهد داشت. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمی. کسی که از این ذکر خدا، منظور قرآنه، از این آموزش، از این پرورش، از این تربیت، از این اخلاق روگردان بشود، دنیا رو برای اونها تنگ و تلخ خواهیم کرد و در روز قیامت اونها نابینا و کور محشور خواهند شد. در دشت محشر اگر یک نابینا وجود دارد، اون کسی است که از نعمتهای خدا برخوردار بوده، اسلام بهش رسیده، پشت پا زده به اسلام. یک کور فقط در دشت محشر در روز قیامت وجود داره و اون کور کسی که اعراض کرده از ذکر خدا و منظور از ذکر قرآن هست و فرامین قرآن و توصیه های قرآن. فقط یک نابینا بیشتر وجود نداره. در دنیا تلخی و تنگی و تاریکی در زندگی، دستش به هیچ چیزی بند نمی شود و در آخرت نابینا محشور می شود. پناه به خدا. ما نیاز داریم امت اسلامی که یک بازنگری جدی و هدفمندانه و خردمندانه و درست و با حوصله نسبت به این دین و ایمان و عقیده و قرآن و امکاناتی که در اختیار ماست و نعمتهای خدا تجدید نظر بکنیم، بازنگری بکنیم. به خدایی که جان من در قبضه دست اوست، آخر این امت اصلاح نخواهد شد مگر با همون چیزی که اول این امت اصلاح شد. و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. این آیه خطاب به اوس و خزرج، 2 قبیله عربی که در یثرب زندگی می‌کردند، بعضاً روی یک بز با همدیگه اختلاف می‌کردند و 40 سال با همدیگه می‌جنگیدند تا آخرین جوانانشون رو نابود می‌کردند. 40 سال بعداً جنگ‌های اوس و خزرج طول می‌کشید
به خاطر یک اختلافی که اسلام یکی از برنامه‌هاش و یکی از اخلاقیات اسلام عفو و گذشت و مصالحه است. شما بر لب پرتگاه جهنم بودید که من با بعثت این پیامبر شما را نجات دادم و شما را برادر قرار دادم. یثرب تا قبل از ورود پیامبر صلی الله علیه وسلم شهر مدینه یثرب بود. وقتی که پیامبر به اونجا هجرت کرد اونجا مدینه منوره شد. اونجا قبلا اوس و خزرج همدیگر رو میکشتن، بعد شد انصار و مهاجر. اوس و خزرج شدن انصار و مهاجرینی که با لباس تنشون هجرت کردن اونها مهاجر بودن. پیامبر صلی الله علیه وسلم بین اونها معاخات و برادری که حتی از همدیگه ارث هم میبردن، همونایی که 40 سال با همدیگه میجنگیدن. این آیه از قرآنی است که محمد صلی الله علیه وسلم آورده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اگر من به شما بگم اجماعاً یک صلوات محمدی غراق خط بفرمایید. اگر این امر به صلوات و درود فرستادن، این امر دیگری هم هست که تحول آفرینه. صاحب کتاب التقاط الدرر و اقتطاف الثمر 40 فایده برای یک بار صلوات بیان کرده. 40 فایده. یکی این که خداوند بر اونها صلوات و درود میفرسته. هر کسی یک بار صلوات بفرسته خداوند 10 بار بر او درود میفرسته. اما این آیه هم از قرآن هست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای پیامبر از جانب من به امتت بگو اگر واقعا ادعای محبت خدا رو دارید، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، پس از من پیروی بکنید. تنها صلوات با صدای بلند کافی نیست. این که اگر در مجلسی با صدای پایین صلوات فرستادن ما اونها رو وادار بکنیم که با صدای بلند صلوات محمدی پسند آب و تاب بهش بدیم، خیلی عالیه. ادب با رسول الله صلی الله علیه و سلم، ادب با خداست، ادب با قرآنه. اما این کل مسئولیت نیست. آیات دیگه هم در قرآن هست که عمل میطلبد، جهد و تلاش میطلبد، هزینه میطلبد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. نجات ما در پیروی است، در اتباع است، نه ابتدا. مسئولیت ما با یک شب خلاصه نمیشه، اما این رمزه. واقعا جواب داده این هفته وحدت. نه تنها در این 40 سال بعد از، حتی قبل از انقلاب هم اهل سنت و جماعت و برادران تشیع و خواهران تشیع در استان ما مثال زدنی بودن. اونهایی که بومیان میدونن، اونهایی که سنی ازشون گذشته میدونن، واقعا مثال زدنی بودن. اما بعد از انقلاب این هفته وحدت و این وحدت قوی‌تر به مراتب شد. توی این 40 سال ما هیچ مشکلی که جایی بشنویم که سنی و شیعه با هم درگیر شدن وجود نداره. همه مسئولین مثال میزنن وحدت شیعه و سنی در استان هرمزگان واقعا مثال زدنی است. با هم دیگه وصلت کردن، قوم و خویش شدن. اگر ما اشکال درست نکنیم، ما علما اشکال درست نکنیم، وحدت به اونجایی رسیده که شبکه‌های مورز سنی و شیعه نمیتونن به همش بزنن. دارن کم میارن، واقعا دارن کم میارن. شب و روز دارن مسائل اختلافی رو دارن چه
تعصبات کور که این دو قشر رو مقابل هم قرار بدن نمیشه. صدها شبکه شیعه و سنی غیر از کفار و دشمنان مسلمان ولی نمیتونن، هنوز که موفق نشدن. ما دو تا مسئله داریم، یکی حفظ دستاوردها، یکی توسعه دستاوردها. این وحدت رو باید حفظ کرد. در اسلام کسی صفر نیست. در اسلام بلالم ابوبکره، سلمان فارسی هم عمره، صهیب رومی هم عثمان و علی است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در فتح مکه علی آمد گفت کلید خانه خدا کعبه رو به ما بده و سقایت حجاج رو سوال کرد عثمان ابن طلحه کجاست؟ اونو طلبید، گفت این کلید کعبه و سقایت حجاج به تو. موقع اذان شد به بلال سیاه‌پوست گفت برو بالای کعبه اذان بگو. از اون طرف کلید کعبه رو به علی نداد. علی چقدر نزدیک بود که مبادا به قوم خویشان خودش داره میده. از اون طرف اون سیاه گفت برو اذان بگو بالای کعبه. ما مسلمان ها سفید و سیامون، فقیر و تاجرمون، عرب و عجممون، همه از آدمیم و آدم از خاک، همه عبدیم. هیچ کدوم از ما رب نیست. رب فقط یک ذاته. همه ما عبدیم. بعضی موقع اصطلاحات و القاب و مصادره میکنیم. اگر کسی مال داره بهش میگن ارباب، نه یک رب دیگه، ارباب. این عبده. همه من عبدیم. ما مثل یک پازل میمونیم. اگه یکی از اون قطعه های پازل بیفته جور نمیشه، واقعا جور نمیشه. این پازل زمانی کامل میشه جور میشه که همه قطعه هاش. ما در اسلام صفر نداریم. هیچ کس بی مصرف نیست. شما میخوایی بدونی قدرت صفر چقدره؟ به شرطی که در کنار یک بذارنش. یک طرف بذار صفر، یک طرف بذار یک. وقتی نگاه به صفر میکنید فکر میکنی صفره. قطره دریاست تا زمانی که با دریاست. وقتی از دریا جدا شد قطره میشه، قدرتش از بین میره. ولی این یکیه. صفر رو بذار جلوش میشه 10. قدرت 1 و 10 برابر میکنه. 2 تا صفر بذار جلو یک میشه 100. قدرت 1 و 100 برابر میکنه. پیامبر وقتی بین بردگان می نشست کسی تشخیص نمیداد کدومی که رسول الله صلی الله علیه و سلم، مگر اینکه سوال بکنه من منکم محمد، کدومی که از شما محمده. وقتی با فقرا می نشست تبعیضی قائل نبود. اینطوری شاگردانش رو تربیت کرده بود. ما باید مثل باران باشیم، قطره باران. مسلمان مثل باران باید باشه. وقتی میباره این قطره باران بر سقف مسجد میباره، بر سقف کلیسا میباره، بر سقف مسجد میباره، بر سقف کاباره میباره، بر سقف عابد میباره و زاهد و عالم میباره، بر سقف فقیر و مسکین میباره، بر سقف حاکم میباره، بر سقف رعیت میباره. رحمتا للعالمین باشید. مثل باران امروز در شب میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم باران رحمتی نازل شد. حال و هوای منطقه عوض شد. اون باران رحمت درون ما رو داره سیراب میکنه. مست توام از جرعه و جام آزادم، مرغ توام از دانه و دام آزادم. خدایا باران رحمت معنویت درون ما رو شستشو بده، درون ما رو
شاداب بگردان، درون ما را پاک بگردان، افکار ما را پاک بگردان، نیتهای ما را پاک بگردان. خداوند در این قفسه سینه دلی قرار داده. در حقیقت این زمین است، سرزمین پهناور. باید این دل، این سرزمین پهناور رو به الله سپرد تا اون کشاورز دل ما و باغبان دل ما باشد. اگر دل این سرزمین پهناور به الله سپرده که الله باغبانش کند، الله بوته های گل خوشرنگ و خوشبو و معطر در این زمین میکارد. بذر وحدت، بذر محبت، بذر عشق، بذر صفا، صمیمیت، مهربانی، همدلی، همراهی، صداقت، طهارت، پاکی، خدمت. اما اگر این زمین پهناوری که الله داده دل به شیطان سپردی، بذر کینه، نفاق، دشمنی، کفر، فساد. پیامبر صلی الله علیه وسلم قبل از بعثتش به 5 چیز معروف بود. محمد طاهر، محمد امین. خود کفار قریش این 5 تا وصف به او داده بودند. من در عرض 2 دقیقه به عرایزم خاتمه میدم. محمد طاهر، محمد امین، محمد صادق، محمد حکیم، رشید، محمد رحیم، مهربان. این 5 تا وصفی بود که قبل از بعثتش کفار قریشی که با او تعامل داشتن، اون موقع صحبت از بعثت نبود، ادعای نبوتی نبود، اما این جوان تا قبل از 40 سالگی امین بود. قریشی ها اموالشون رو به او میسپردن. خدیجه در سن 25 سالگی او رو در تجارتش فرستاد، از اشراف و بزرگان قریش. محمد طاهر. قریش نزدیک به 30 تا اسم برای خمر و شراب گذاشته بود، غزلخوانی میکرد، معشوقش بود. فساد به اوجش رسیده بود. این جوان خوش سیما، خوش اندام، جذاب، هیچ اعتنایی به دخترها و زنها نکرد، لب به شراب نزد. محمد طاهر. ما از طهارت محمد، امت محمد، چند درصد سهم بردیم؟ من چند درصد سهم بردم؟ یه وقتی یکی از شاگردام ازم سوال کرد، شیخ رابطه تو با خدا چطوریه؟ آدم زانو میزنه، یک شاگردش از این سوال بکنه، میخواد تو رو الگو قرار بده. رابطه تو با خالق چطوریه؟ امروز اگر کسی از شیخ سوال بکنه میذاریم تو دهنش. حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند خیری در ما نیست اگر این کلمه رو به هم نگیم و خیری در ما نیست اگر این کلمه رو از هم دیگه نپذیریم و نشنویم. اتق الله. اگر به هم دیگه نگیم اتق الله، خیری در ما نیست. اگر از هم دیگه نشنویم، خیری در ما نیست. محمد حکیم عاقل بود، وجاهت عقل داشت. محمد مهربان. من فقط یک داستان، روزی در کوچه های مکه رد می شد، دید که پیرزنی کیسه گندمی یا جوی داشت، درمانده بود، خم شد، کیسه گندم رو دوشش گذاشت. گفت مادر کمک نمیخوایی؟ گفت پسرم که کمک به پیرا میکنه؟ گفت من. خم شد، کیسه رو کولش گذاشت. همپای پیرزن سال خورده رفت تا در خونهش. گفت پسرم همینجا بذار. گفت نه، میارم داخل. گفت پس برو تو انبار بگذار. وقتی که میخواست خداحافظی کرد، میخواست بره، مادر صداش زد. گفت پسرم میتونی بر بگردید؟ اجماعاً یک صلوات محمدی قرار خواهد بفرمایید. گفت پسرم یه لحظه برگرد. گفت بیا نزدیک پسرم. نرمی گوششو گرفت، آورد گوشش کنار لبش. گفت پسرم تو خیلی جوان مهربونی هستید، خیلی دلپاک و دل ظریف و دل نازک و شفیقی هستید. تو کمک به پیرزنی کردید،
من پاداش مادی ندارم به تو بدم، اما یه نصیحت پاداش این خدمت تو مثل دور تو گوشت باشه. گفت بفرما مادر. گفت چند سالی میشه که در شهر مکه مردی جادوگر و ساحر پیدا شده، اسمش محمده، جوانای دلپاکی مثل شما رو گمراه میکنه، برده ها رو بر علیه آقایانشون میشورانه. بیشتر سر راه جوانای دلپاک و صاف و ساده و مهربانی مثل شما و بردگان سبز میشه. من پولی ندارم که به تو پاداش میدم، ولی تو خیلی جوان مهربان و دلپاکید و دلرحیمید. من مطمئنم که این محمد جادوگر یه روزی سر راه تو سبز میشه. فقط این به خاطر پاداش اون خوبی مثل دری در گوشت باشه که اگر سر راه تو سبز شد این جادوگره، خیلی حرافه، تو رو فریب نده مادرم. این نصیحت از من به تو، پاداش اون کارت. رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل یک سرباز متواضع در مقابل ارشدش اینطوری ایستاده. بعد گفت مادرم صحبتات تمام شد؟ گفت بله پسرم، برو در پناه لات و هبل و عزی. دید که نمیره، پیرزن دید که این جوان نمیره. گفت چرا نمیری پسرم؟ گفت مادر این گوش تو بده من یه چیزی بهت بگم. من همون جوان محمدم، من همون جوان محمدم که تو در بارش داری صحبت میکنید. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. این اخلاق آسمانیه، این اخلاق آسمانیه. جامعه ما امروز تشنه این مسائله، تشنه اخلاقیاته. همه چی به اوج رسیده. ما همه نیاز داریم، اونی که در رأسه، اونی که پایینه، بزرگ خدمتگزار مردمه، نه اونی که در بالای مجلس تکیه میزنه. من از حضور مسئولین عزیزمان که همیشه حامی بودن و در همه مجالس ما حضور داشتن جانانه تشکر میکنم. من استعداد دارم، میشناسم ایشونو. آقای دکتر عبادی رو من میشناسم، ایشون یکی از افراد مخلص و زحمتکشی که واقعا چه برای وحدت، یک وحدت حقیقی و واقعی، از سالهای سال یه زمانی در قشم امام جمعه بود، تشیع واقعا اهل قشم، جزیره قشم که اهل تسننن یادش میکنن. حالا که سمتش بالاتر رفته، مسئولیت ما را داره، طوری با ما برخورد بکنه که ما بریم پیشش بگیم برادر بزرگترم، احساس برادر بزرگتر بکنم. یعنی اهل سنت احساس بکنن که این برادر بزرگترشونه. مشکلی دارن تو دلشون، نگه ندارن، برن درشو بزنن. جناب آقای دکتر همتی، ما دوست داریم که تو رو برادر بزرگتر صدا بزنیم، نه استاندار. تو برادر بزرگتر ما هستید، با اینطوری باید با ما. فرماندار عزیز، همه مسئولین مدیر کلانی که هستن، اگر یک کشوری آباد که دستاوردامون رو حفظ بکنیم، باید اینطوری منسجم و یک پارچه و یک دست باشیم. 40 سال دوام کردیم، اگر خودمون با هم اختلاف نکنیم بازم چه؟ بالاخره چه؟ این قافله در حرکت هست. از حوصله همتون تشکر میکنم. برای همتون آرزوی موفقیت دارم، به امید ایرانی و جهانی سرشار از صلح و صفا و صمیمیت، ایرانی سربلند، عزیز، منیع، موفق، مردمی شاد، منسجم، یک دست، یک پارچه در کنار هم دیگه. و برای سلامتی خودتون و همه حضار و عزیزانی که چه مسئولن چه عموم مردم، برای سلامتی خودتون و فرزندانتون و همه کسانی که دوستشون دارید، اجماعاً یک صلوات محمدی غرا ختم بفرمایید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. موفق و مؤید و سربلند باشید. السلام علیکم. یا رب، هر کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند.